جنگجویان جهادی و کمدی الهی. نویسنده کوروش ب. تولید و پخش فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com. بهشت، تدفین جورج. صبح روز بعد که به قبرستان رفتم دیدم که یحیی با عده‌ای در آنجا حاضرند. چند نفر از آنها را می شناختم: دنیس، کریستوفر، مارگارت و کاترین. از اینکه می دیدم جورج در این دقایق پایانی تنها نیست و همکیشانش او را مشایعت می کنند خوشحال شدم. دقایقی بعد جسم بیجان جورج را در تابوتی به گورستان آوردند و تابوت را روی شانه های 4 نفر به سمت گور حرکت دادند و در کنار آن بر زمین نهادند. به تابوت نگریستم. با اینکه ساده بود اما زیبا و ظریف به نظر می آمد. یحیی در قسمت سر تابوت ایستاد و آن را باز کرد. چهره جذاب و دوست داشتنی جورج نمایان شد، در حالی که لباس اتاق عمل به تن و کلاهی مخملی و زرباف به سر داشت. روی چشمها و لبهایش سکه گذاشته بودند. سکه روی لب همانی بود که جورج آن را سکه شانس خود می‌نامید. می‌دانستم که درخواست خودش بوده که با لباس اتاق عمل به خاک سپرده شود. هر یک از زنانی که دور تا دور گور جمع شده بودند شمعی روشن در دست داشتند. یکی از آنان خوراکی به نام کولیوا را بین حضار تعارف می‌کرد و هر کس قاشق کوچکی از آن را بر می‌داشت و بر دهان می‌گذاشت. چند دقیقه سکوت حاکم بود. هر کس سرود یا دعایی را زیر لب زمزمه می‌کرد. صورت متبسم جورج همه را خیره کرده بود. مردم یک به یک به بالای سرش می آمدند و دعایی می خواندند و در کناری می ایستادند. کم کم جمعیت زیاد شد. مسلمانان هم آمده بودند. یحیی بر روی تل خاک کنار گور ایستاد و رو به حضار گفت: امروز در اینجا جمع شده ایم تا پیکر دوستی را به خاک بسپاریم. دوستی که از او چیزی به جز خوبی ندیده ایم. او نیز چون سرورمان پیتر مقدس جانش را فدای دیگران نمود. سپس رو به جورج کرد و گفت: همه شیفته زندگی اند، اما تو ای مرد شیفته مرگ بودی و آن را برای خود رهایی می دانستی. شاید می خواستی زودتر به ملاقات سرورمان عیسی مسیح بروی. آنها نیاز به نور بیشتری ندارند، چرا که خداوند در تاریکی از نور خود بر آنها میتاباند. مکاشفات 5:22. بغضی که گلوی یحیی را میفشرد نگذاشت که صحبتهایش را ادامه دهد. مشایعت کنندگان اشک میریختند و بعضی با صدای بلند گریه میکردند. یحیی صدایش را صاف کرد و ادامه داد: امروز به خاک سپرده میشوی، در حالی که روحت نزد پروردگار زنده است. آنگاه چند قسمت از انجیل را خواند و سپس در تابوت را بستند و آن را بر چوب‌های محکمی که از قبل روی گور گذاشته شده بود قرار دادند و 2 طناب را از زیرش رد کردند و چوب‌ها را بیرون کشیدند و تابوت را به آهستگی به پایین بردند. همانطور که تابوت پایین می‌رفت انگار آسمان تاریک می‌شد، انگار که خورشید گرفته بود، اما صورت مشایعت کنندگان پر از نور بود. با بغض زیر لب زمزمه کردم: دلم شکستی و رفتی خلاف شرط مودت، به احتیاط رو اکنون که آبگینه شکستی. هر کسی شاخه گلی بر تابوت جورج انداخت. سپس یحیی مشتی خاک از زمین برگرفت و روی تابوت ریخت. بعد از اون نوبت من بود، اما قبل از ریختن خاک رو به جورج کردم و گفتم: برادرم جورج، تو برای من برادر بودی، بلکه از برادر عزیزتر. حتی 40,000 برادر جای تو را نمیگیرند. سپس به سختی مشتم را باز کردم و خاک را بر تابوت ریختم. بقیه حضار نیز چنین کردند و کناری ایستادند. گورکن و 2 نفر دیگر شروع به پر کردن قبر نمودند. تابوت در زیر خاک هایی که از بالا بر آن ریخته میشد از چشم ها ناپدید گردید، همچون خورشیدی که در غروب از دیده می رود. بالاخره گور پر شد.
اجازه نداشتیم که صلیبی بر آن بگذاریم. یحیی با انگشتانش صلیبی بر روی خاک کشید. ساعتی آنجا بودیم. نمیتوانستم دل بکنم. اما چاره چه بود؟ باید میرفتم و به بیمارانم سرکشی میکردم. وقتی که گورستان را ترک کردم هنوز سوگواری ادامه داشت و مردم دعا می‌خواندند. بعد از آن مرتب به جورج فکر می‌کردم. خاطراتش تمام ذهنم را گرفته بود. روز بعد از خاک سپاری دوباره به گورستان رفتم تا به جورج سر بزنم. یک جفت کفش او را که در خانه ام بود با خود بردم. بندهای آن را به هم گره زدم و آن را بر روی شاخه‌های درخت سدری که جورج زیر آن خفته بود انداختم. 3 روز بعد غروب 4شنبه در رویا او را دیدم. بعد از آن مرتب به جورج فکر می کردم. خاطراتش تمام ذهنم را گرفته بود. 3 روز بعد غروب 4شنبه در رویا او را دیدم. چهرهش درخشان بود و لبخند می زد. صورت تابناکش و لبخند شیرینی که بر لب داشت مرا به وجد می آورد. آهسته به سمتم آمد و دستش را به سویم دراز کرد. می خواستم دستش را بگیرم ولی نمی توانستم. نور چشمانم را می آزرد. همچنان که دستم بالا بود و به او می نگریستم ناگهان عرابه ای را دیدم که از آسمان به سوی زمین می آید. عرابه ای که زنی آن را می راند و شیردالی آن را می کشید. عرابه نزدیک و نزدیکتر می شد. جورج برگشت و به عرابه نگریست و به آن زن زیبا که عرابه را می راند چشم دوخت و چند بار نامش را بر زبان آورد. بتایا، بتایا، بتایا. سپس بر پشت عرابه سوار شد و کنار آن زن قرار گرفت و با هم به سوی آسمان رفتند. audiobook.com بخش اول. فلک ماه مون. کژال دختر اسیر ایزدی. یک روز برادر فرمانده را به اورژانس آوردند. در درگیری ترکش به قفسه سینه‌اش خورده و نفسش را تنگ کرده بود. در فضای ریه‌اش هوا جمع شده بود و تند تند نفس می‌کشید. و چیزی نمانده بود که ایست تنفسی بدهد. بعد از آماده سازی لوله‌ای ریوی را از لای دنده‌هایش در فضای جنب وارد کردند. بلافاصله خون به همراه هوای جمع شده در فضای جنب از لوله خارج شد و نفسش بهبود یافت و رنگ و رویش برگشت. فرمانده که این حرکت من را دید به نشانه تایید سری تکان داد و لبخندی زد. بعد از فیکس کردن چست تیوب و گذاشتن پانسمان دستکشایم را درآوردم و از بخش جراحی خارج شدم. همان روز نزدیک به غروب فرمانده کسی را به دنبالم فرستاد با یک برگ عبور، برگه‌ای که با آن اجازه شرکت در حراجی کنیزی را داشتم. بعد از اتمام کار روزانه‌ام از قسمت اداری خارج شدم و به حیاط بیمارستان رفتم. آسمان آفتابی بود و نور آفتاب مستقیم در چشمانم میتابید و آن را به سیاهی میبرد. خستگی و کلافگی ذهنم را به آشوب میکشید. هوا غم‌آلود بود. قرار بود در خرید و فروش برده شرکت کنم و این ناراحتیم را دوچندان میکرد. طاقت نیاوردم و به اتاقم رفتم و یک لیوان قهوه غلیظ و تلخ خوردم و دوباره نگاهی به دعوتنامه انداختم و با خود گفتم که چگونه در سرزمینی که ملکه‌های بزرگی همچون حتشپسوت، کلئوپاترا و نفرتیتی در آن حکومت کرده اند، اکنون زنان به بردگی گرفته شده و فروخته می‌شوند. بعد از یک استراحت کوتاه پای پیاده به مرکز شهر رفتم. شلوغ بود. میوه فروش‌ها زیر سایبان‌های حصیری خود بساط کرده بودند. بوی تند ادویه از سینی بساط ادویه فروشان به مشام می آمد. کاسبان گاهی قیمت کالای خود را با صدای بلند جار می زدند. بعضی من را می شناختند و سلام می دادند و از بساطشان چیزی تعارف می کردند. پارچه فروش‌ها، لباس فروش‌ها، بقال‌ها و قصاب‌ها هم در مغازه‌های خود مشغول بودند. زندگی در جریان بود ولی برای من غروب آن روز از همیشه دلگیرتر بود. دلم می‌خواست سینه‌ام را بشکافم و قلبم را بیرون بکشم. تحمل دیدن اسارت مردم را نداشتم. موقع نماز عصر در مسجد حاضر شدم و بعد از آن به ساختمانی که در همان نزدیکی بود رفتم. ساختمانی که قرار بود در آن
حراجی برگزار شود. به محض ورود فرمانده به استقبالم آمد و ما را نزد خود جای داد. قبل از شروع حراجی عده‌ای که غالباً از جوانترها بودند، شروع به پرسیدن سوال از شیخی که روی صندلی نشسته بود کردند. یکی پرسید: اگر یک کنیز را بخریم که قبل از اسارت متأهل بوده، تکلیف ازدواج قبلیش چه می شود؟ شیخ با خونسردی جواب داد: ازدواج قبلی منتفی است. فرد دیگری دستش را بالا برد و پرسید: آیا کنیزی که با او جماع داشته‌ام را می توانم به دوستم هدیه کنم؟ شیخ: بله، در صورتی که یک قاعدگی از او بگذرد و مطمئن شوید که باردار نیست، بلا مانع است، نیازی به خطبه عقد هم نیست. همان شخص دستی به ریش بلندش کشید و دوباره پرسید: اگر کنیز بچه دار شود، آن بچه چه حق و حقوقی دارد؟ شیخ: اگر فقط صاحب کنیز با او هم بستر شده باشد و مطمئن باشد که فرد دیگری به او دست نزده، فرزند به دنیا آمده تمامی حقوق یک فرزند عادی را داراست. اما اگر فرزند خودش نباشد، داستان فرق می کند. اگر پدر فرزند فردی آزاد باشد، فرزند او حساب می شود. اما اگر پدر فرزند یک غلام باشد، صاحب کنیز مالک فرزند است و می تواند او را بفروشد و احتیاط به اجازه غلام ندارد. دیگری پرسید: آیا کنیز هم حق همبستری دارد و همچون زن آزاد باید شب مخصوصی برای او گذاشت؟ شیخ: خیر، کنیز حقی ندارد و مانند زن آزاد نیست. هر مسلمان فقط می تواند 4 همسر داشته باشد که باید مساوات را میان آنها برقرار کند، اما در رابطه با کنیز اینطور نیست. اگر صاحب کنیز بخواهد در شب با او هم بستر شود، باید همسرانش به این کار راضی باشند و نوبت خود را به او ببخشند، ولی در طول روز رضایت همسر لازم نیست. مردی که سوال پرسیده بود لبخندی زد و پرسید: آیا کنیز مزیتی بر همسر دارد؟ شیخ در حالی که نگاهش را در جمع میچرخاند پاسخ داد: کنیز همانند زن آزاد باید همیشه آماده همبستری باشد، اما فرق آن در این است که شما نمیتوانید با 2 زن آزاد همزمان جماع کنید، مگر آنکه در بین آن خود را بشویید، ولی می توانید با تمام کنیزان خود همزمان این کار را انجام دهید بدون آنکه احتیاج به شستن خود داشته باشید. پسر کم سن و سالی که قرضهای ظریف مو تازه بالای لبش نمایان شده بود با شیطنت پرسید: حدود ارتباط با یک کنیز چقدر است؟ و با لبخند ادامه داد: منظورم ارتباط معمولی نیست. شیخ با همان آرامش پاسخ داد: رابطه از دوبار با همسر خودتان حرام است، اما با کنیز مجاز است. همه ای در جمع پیچید. برخی لبخند می زدند و برخی کنار گوش یکدیگر پچ پچ می کردند و می خندیدند. فرد دیگری پرسید: آیا می شود با کنیز زیر 9 سال تماس جنسی برقرار کرد؟ شیخ در پاسخ گفت: بله، تماس جنسی با دختر زیر 9 سال چه کنیز باشد چه آزاد جایز است، ولی نمی توانید به داخل بدنش وارد شوید، بلکه می توانید با او تفخیذ کنید. جوانکی پرسید: تفخیذ یعنی چه؟ شیخ: یعنی اگر بخواهید از دختر زیر 9 سال تمتع جنسی ببرید، می توانید با استفاده از زیر بغل، لای پاهایش و زیر گلویش این کار را انجام دهید. بعد از پرسش و پاسخ هیاهویی برپا شد. به چهره‌هایشان می‌نگریستم. تعریف‌هایشان گاهی با شوخی و خنده همراه بود. دلم گرفت، به آسمان چشم دوختم. آسمان هم غمگین بود، مانند چشمان زنان اینجا. دلم می‌خواست باران ببارد تا غم را از صورتم بزداید، اما نمی‌بارید. لحظه‌ای بعد تخت‌ها را آوردند و سکویی درست کردند تا از روی آن حراج را انجام دهند. سپس اتومبیل‌ها آمدند، گرد و خاکی برپا شد. هیجان زیاد شده بود. فرمانده هم حاضر بود، اما واکنشی نشان نمیداد. انتظار در چشمان همه موج میزد. مرد میانسالی با هیکلی درشت از اتومبیل پیاده شد، رو به جمع ایستاد و خندید. دهانش تا بناگوش باز شده بود، انگار که کل صورتش دهانش بود. مرد درب اتومبیل را با چنان غروری باز کرد که انگار در قفس شیر را می‌گشاید. دستش را داخل برد و زنجیری را بیرون کشید که در انتهایش دختری بود زیبارو، به سان ماه، اما در عذاب رنج می‌کشید. معلوم بود که اذیت شده و غمگین است. حدود 20 سال داشت. کاش باران می‌بارید. دلم می‌خواست صدای رعد را بشنوم و نه صدای قهقهه مردمان حریص را. در آن لحظه
آرزو می کردم که کر باشم و صدای زنجیرها، برده فروش و مردان هوسباز را نشنوم. زنجیر را محکمتر کشید و قامت نحیف آن زیبارو خمیده شد. لباس سفیدش به اندام خوشتراشش چسبیده بود، اما پر از لکه‌های خون بود. از زیر روسری سبز گلگلیش موهای ژولیده اش بیرون ریخته بود و سعی می‌کرد آنها را بپوشاند. برده فروش زنجیر را می‌کشید و او را نزدیک می‌آورد. نگاه آن ماهرو بر زمین بود، نمی‌خواست سر بالا کند. لکه‌های خاکی که صورتش را پوشانده بود چیزی از زیباییش نمی‌کاست، همچون لکه‌های ماه که چیزی از زیبایی آن نمی‌کاهد. به یاد زجور زدن‌های مادران بر اجساد فرزندانشان در میدان جنگ افتادم. صدایشان مغزم را پر می‌کرد. بسان چکش زدن هزاران دیگ مسی در بازار مسگرها. دخترک خمیده بود، گویی که بار ستم‌های تمام تاریخ را بر دوش می‌کشید. برده فروش او را به زور می‌کشید، اما انگار آن ماه سیما نمی‌خواست جلوتر بیاید. سرش را به آهستگی بالا آورد و ملتمسانه به جمع چشم دوخت. نگاهش آنچنان آهسته و غمگین میان جمع حرکت می‌کرد که انگار قرن‌هاست به دنبال ناجی خود می‌گردد، اما نمی‌یابد. چشمانش لبریز از بغض و اندوه بود، اما نمی‌گریست. دلم می‌خواست گریه کند یا باران ببارد. عضلات صورتش فلج شده از غم و دستانش جمع شده در شکم از درد آهسته راه می‌رفت. آهنگ نگاهش درد داشت. آهنگ نگاه تمام زنان اینجا درد دارد، اما هیچ کدام تا این اندازه دلم را نسوزانده بود. دلم می‌خواست گریه کنم. چقدر بی‌کس است این دختر، چقدر تنهاست. زنجیرها را با پاهای نحیفش می‌کشد و جلو می‌آید. نفسم سخت شد. هنوز در ذهنم مادرها می‌خواندند و چه با سوز هم می‌خواندند. دخترک سرش را بالا گرفت. در عمق چشمانش ناامیدی موج می‌زد. او را به سختی می‌کشیدند و به سمت سکو می‌بردند، اما مقاومت می‌کرد. انگار نمی‌خواست در معرض توجه دیگران قرار گیرد و برایش قیمت تعیین شود. با تمام وجودش می‌خواست که او را نخواهند. اسیر بود ولی تسلیم نمی‌شد. آتش تقلای پوچش خرمن وجودم را به آتش کشید. مقاومتش حوصله مرد برده فروش را سر برد. زنجیرها را محکم‌تر کشید. دخترک روی زمین افتاد، آنچنان که صدای استخوان‌های ظریفش را شنیدم. برده فروش گردن او را گرفت و به سمت سکو کشاند. دخترک بار دیگر بر زمین افتاد. از درد به خود می‌پیچید و دندانهایش را به هم می‌فشرد. چشمانش پر از اشک بود، اما نمی‌خواست گریه کند. کاش گریه می‌کرد، کاش اشک می‌ریخت. شاید با ریختن اشک بهتر می‌توانست درد را تحمل کند و یا اینکه دل دیگران را به رحم آورد، اما گریه نمی‌کرد. ژاندارکی بود در محاصره شعله‌های آتش، اما تسلیم نمی‌شد. همانطور که نفس می‌زد و در میان جمع با ناامیدی به دنبال ناجی می‌گشت، نگاهش روی من ثابت ماند و قطره اشکی درشت از گوشه چشمش به روی گونه‌اش لغزید و دلم را سوزاند. کاش نقاش بودم و در آن لحظه مانند ویلیام بلیک تصویر این برده در زنجیر را نقاشی می‌کردم و سپس آرام در آن غرق می‌شدم، و یا شاعر بودم و او را ردیف و قافیه شعرهای خود می‌گذاشتم و با صدای بلند می‌خواندم. چشمانش پر از التماس بود، التماسی که دل سنگ را آب می‌کرد. به یاد آندرومدای به سنگ بسته شده افتادم که به دنبال پرسیوس می‌گشت. از اینکه نمی‌توانستم به او کمک کنم خجالت می‌کشیدم. می‌خواستم چشمانم را از نگاهش بدزدم، اما نتوانستم. به صورتش خیره شدم و به عمق چشمانش چشم دوختم و فریادش را شنیدم، اما کاری از دستم ساخته نبود. خودم هم اسیر بودم، اما اسیری که اجازه تردد داشت. دخترک را بالای سکو بردند و حراجی شروع شد. با وقار ایستاده بود و به دیگران می‌نگریست. چادرش را دو دستی چنگ زده بود تا بدنش را از چشمان هرزه دور نگاه دارد. لحظه‌ای بعد شیخ با صدای بلند حدیثی از امام علی نقل کرد و گفت: همه مردان مسلمان می‌توانند سر، سینه و شکم‌های همه کنیزان را ببینند و این کار منع شرعی ندارد. همه ها اوج گرفت. همه می‌خواستند دخترک را برهنه ببینند و او چشم از من بر نمی‌داشت. لب‌هایش را به هم می‌فشرد تا جلوی ترکیدن بغضش را بگیرد.
نمیخواست گریه کند، نمیخواست از خود ضعف نشان دهد و نمیگذاشت که چادرش را از سرش بردارند. اما برده فروش از پشت به چادرش چنگ انداخت و در یک لحظه آن را از بدنش جدا کرد. تلاش بی حاصل دخترک روحم را آزرد. دستهای لاغر و ظریفش نمایان شد، دستهایی که زنجیرها آن را خراشیده بودند. نگاهش که می‌کردم تنم می‌لرزید. لحظه‌ای چشم از من بر نمی‌داشت. قیمت گذاری شروع شد، اما قیمت‌ها زیاد بالا نرفت. برده فروش که این وضعیت را دید، روسری دخترک را از سرش برگرفت و قیمت‌ها شروع به بالا رفتن کرد. اشک دخترک روان شد و از آن تیری ساخت از الماس و بر قلب من بیچاره زد. درمانده بود، به سان آهویی که گلویش در چنگال ببر است. چشمانش دیگر سویی نداشت و هنوز با چشمان اشک‌آلودش به من می‌نگریست. یک نفر گفت $800، دیگری گفت $900، اما برده فروش راضی نبود و معطل می‌کرد. قیمت‌ها کم کم بالا می‌رفت و بعضی برهنگی بیشتر می‌خواستند. دخترک به سان سربازی که تیر جسمش را دریده باشد درد می‌کشید، اما تسلیم نمی‌شد. اشک همچون خونی که از یک زخم عمیق می‌جهد از چشمانش به صورتش می‌ریخت و من را به آشوب می‌کشید. همچون پرمته شده بودم که در کوه قفقاز به زنجیری کشیده شده و عقابی جگرش را می‌خورد و راهی برای خلاصی ندارد. سرم را از شرم پایین انداختم. نمی‌توانستم بیش از این تحمل کنم. خونم را می‌خورد. کاش می‌مردم. در افکار خود غرق بودم و برای بیچارگی دخترک دل می‌سوختم که دستی را روی شانه‌ام احساس کردم. سرم را برگرداندم. فرمانده بود که با لبخندی به من می‌نگریست. لبخند محزونی زدم و دستم را روی دستش گذاشتم. بلافاصله چهره‌ام را خواند و گفت: می‌خواهی در حراجی شرکت کنی؟ قبل از اینکه جوابی بگویم، نفر بعدی فریاد زد: $1000. رو به فرمانده کردم و گفتم: اما من که پولی ندارم. سر و صدا در جمع بالا رفته بود. همه می‌خواستند تا جایی که ممکن است بدن دخترک را برهنه ببینند. کل قامتش به لرزه افتاده بود. دستانش را دور بدنش گرفته و محکم به لباسهایش چنگ می‌زد. نمی‌خواست آنها را از تنش جدا کند. هنوز هم به من نگاه می‌کرد. فرمانده گفت: به حساب من بخر. گفتم: یعنی چقدر؟ گفت: من می‌توانم تا $10,000 برایت فراهم کنم. نور امیدی در ذهنم روشن شد. قلبم به تپش افتاد. با هر دو دستم دست راست فرمانده را گرفتم و محکم فشردم. بلافاصله رو به برده فروش کردم. می‌خواستم قیمت بدهم که شنیدم یکی گفت: $3,000. شانه‌های دخترک را برهنه کرده بودند و قیمت‌ها رو به فزونی بود. هرچه لباس را پایین‌تر می‌کشیدند قیمت‌ها بالاتر می‌رفت. نزدیک بود پستان‌هایش را هم بیرون بکشند که طاقت نیاوردم و گفتم: $6,000. برده فروش دستش را از لباس دخترک کشید و به من نگاه کرد و وقتی مطمئن شد در پیشنهادم ثابت هستم چند بار $6,000 را فریاد زد، اما کسی عدد بیشتری نگفت. حاضر بودم اگر لازم شود تمام $10,000 را بدهم و نگذارم که آن دخترک را در آن جمع برهنه کنند. پیشنهادم کارگر افتاد و دخترک مال من شد. همه هاج و واج مانده بودند و به اطراف می‌نگریستند. می‌خواستند ببینند چه کسی مالک دخترک شده. اغلب من را می‌شناختند و احترام می‌گذاشتند، اما عده‌ای که نمی‌شناختند از اینکه باخته بودند زیر لب نق می‌زدند و غرغر می‌کردند، ولی می‌دانستم که با حضور فرمانده در کنارم کسی جرأت اینکه چیزی بگوید را ندارد. به نزد برده فروش رفتم و فرمانده ضمانت من را کرد. برده فروش چادر دخترک را روی سرش انداخت و زنجیرش را به دستم داد. از او خواستم که قفل زنجیر را بگشاید و او اجابت کرد. شانه‌ام را در اختیار دخترک گذاشتم تا بدان چنگ یازد و او چنین کرد و تا دم در با من آمد. بدن دخترک می‌لرزید. می‌خواستم آرامش کنم. دستم را به سمت دستش بردم تا آن را بگیرم، اما دستش را کشید. فرمانده راننده و اتومبیلش را در اختیارم گذاشت تا دخترک را به منزل ببرم. کمک کردم تا سوار شود و خود نیز در صندلی عقب کنارش نشستم. می‌لرزید. ترس و اضطراب در صورتش دیده می‌شد. لحظه‌ای بعد اتومبیل به راه افتاد و زیاد طول نکشید تا به منزل برسیم. در آنجا دوباره شانه‌ام را در اختیارش گذاشتم تا پیاده شود و وارد منزل گردد. وقتی که وارد ساختمان شدیم او را به کنار شومینه هدایت کردم و برایش نان و پنیر و چای شیرین آوردم و خود کمی دورتر نشستم. دخترک چیزی نمیخورد، وحشت زده بود و با چشمان نگرانش من را زیر نظر داشت. برخاستم و به سراغ اتاق کوچکی که کمتر از آن استفاده می‌کردم رفتم و آن را برایش حاضر نمودم. وقتی برگشتم غذا را خورده بود. می‌خواستم در 2 قدمیش روی زمین بنشینم که خودش را جمع کرد و به دیوار چسباند. خودم را عقب کشیدم و گفتم:
نمیخواهد از من بترسی، من به تو آسیبی نمیرسانم. در چشمان درشت عسلیش ترس و تردید موج میزد. چشمان زیبایی داشت، چشمانی که مرا به رویا میبرد. چشمانش همچون دریا بود، دریایی که میتوانستم در آن غرق شوم. همچنان ساکت بود و حرفی نمیزد. برای اینکه از ترسش بکاهم برخاستم و از او دور شدم و در چهارچوب در آشپزخانه ایستادم و گفتم چیز دیگری لازم ندارید؟ جوابی نداد. پرسیدم شما را به چه اسمی صدا کنم؟ باز هم جوابی نداد و با ترس مانند بره‌ای که گرگ را در کمین خود دیده باشد به من خیره شد. لبخندی زدم و دستهایم را به نشانه تسلیم بالا بردم. سپس به اتاق خودم رفتم و یک دست لباس تمیز و یک حوله برایش آوردم و حمام را نشانش دادم و با لبخندی گفتم ببخشید لباس زنانه ندارم. خنده‌اش گرفت. این اولین بار بود که در چهره معصوم و زیبایش لبخند را می‌دیدم. آن را به فال نیک گرفتم. برایش وسایل پانسمان آوردم و به او یاد دادم چگونه به زخم‌های دست‌ها و پاهایش برسد. سپس به اتاق خودم رفتم و در را بستم. نیم ساعت بعد صدای باز شدن در حمام را شنیدم. وقتی از اتاق بیرون آمدم دیدم که لباسهای من را پوشیده و موهای خود را در حوله‌ای پیچیده و کنار شومینه نشسته است. لبخندی به لب آوردم و بدون آنکه به او نزدیک شوم از منزل بیرون رفتم. می‌خواستم برایش میوه تازه بخرم. لب‌هایش خشکیده بود. می‌دانستم که مدت هاست میوه نخورده. مغازه میوه فروشی در نزدیکی بیمارستان بود. خریدم را کردم و به منزل برگشتم. همچنان کنار شومینه روی زمین نشسته بود و زخم‌هایش را پانسمان می‌کرد. میوه‌هایی که خریده بودم را شستم و در سینی گذاشتم و با 2 پیش دستی و 2 چاقوی میوه‌خوری کنارش گذاشتم و خود نیز در سوی دیگر سینی میوه جلوی شومینه نشستم. چند دقیقه‌ای گذشت. میوه را نمی‌خورد. احساس کردم که از من شرم دارد. پرتقالی را پوست کندم و در پیش دستی گذاشتم و به سمتش سراندم. اما نخورد. کمی به اون نزدیکتر شدم. می‌خواستم قاچ پرتقال را در دستش بگذارم که ناخواسته دستم به دستش خورد. ناگهان چاقوی میوه‌خوری را برداشت و روی گردنم گذاشت. مات و مبهوت نگاهش کردم. ساکت بود و حرفی نمیزد. دستانم را به علامت تسلیم بالا بردم و گفتم منظوری نداشتم. عذر می‌خواهم. اما چاقو را از روی گردنم کنار نمی‌برد. واهمه داشتم که به من صدمه بزند. با خشونت گفت شاید جسمم را خریده باشی اما روحم را هرگز. همانطور که دستانم بالا بود از کنارش برخاستم و دور شدم. در چهره‌اش خشم را می‌دیدم. نمی‌دانستم که چرا آنقدر از من عصبانی است. دورتر که شدم دستانم را پایین آوردم. داشتم دیوانه می‌شدم. اشک در چشمانم جمع شده بود. احساس بدی می‌کردم. به اتاقم رفتم و شروع به قدم زدن کردم و 1000 بار بر خودم لعنت فرستادم و گفتم مگر چه کرده ام؟ چرا راجع به من چنین فکری می‌کنند؟ عقلم به جایی نمی‌رسید. تا شب مرتب در اتاقم قدم زدم. گاه او را سرزنش می‌کردم و گاه خودم را. گاه به او حق می‌دادم، گاه به خودم. با خود گفتم باید به او فرصت داد. شاید تو را مثل دیگران می‌بیند. شاید نمی‌داند که تو هم مانند او اسیری. افکار آشفته رهایم نمی‌کرد. شب بدون آنکه چیزی به او بگویم خوابیدم، ولی قبل از خواب در اتاقم را قفل کردم. صبح روز بعد بدون آنکه کلامی بین ما رد و بدل شود از منزل خارج شدم. می‌دانستم زمان می‌برد تا به من عادت کند. به یاد کلمه اهلی کردن افتادم. کلمه‌ای که روباه در کتاب شازده کوچولو چندین بار از آن استفاده کرده بود. باید من و آن دخترک همدیگر را اهلی می‌کردیم. در چند روز بعدی تنها کاری که می‌کردم تهیه غذا بود و آن را پشت در اتاقش می‌گذاشتم و از منزل بیرون می‌رفتم. می‌دانستم که در غیاب من از اتاقش خارج می‌شود و به کارهایش می‌رسد. چرا که در روزهای بعد می‌دیدم که خانه‌ام مرتب‌تر شده، دیگر حالت تجردی نداشت. قدم کسی در منزلم باز شده بود که به خانه‌ام روشنی می‌بخشید و شادم می‌کرد. یک روز زودتر از موعد به منزل برگشتم و دیدم که خسته در کنار شومینه خفته بدون آنکه پتویی روی تنش باشد. دلم سوخت. پتویی آوردم و رویش انداختم. زیباییش بی اندازه بود. بلافاصله این شعر در ذهنم طنین انداخت. دلبر که در طرف چمن خوابیده یک تا پیراهن، ترسم که بوی نسترن
از خواب بیدارش کند. از نکهت گل دوختم پیراهنی بهر تنش. از بس لطیف است آن بدن ترسم که آزارش کند. ای آفتاب آهسته رو اندر حریم عشق من. ترسم صدای پای تو از خواب بیدارش کند. در روزهای بعدی رفتارش عادی تر شد. یک روز وقتی که وارد شدم بی مقدمه و با لبخند از من پرسید چای تازه میل دارید؟ باورم نمیشد. با دست باچگی گفتم بله البته. لحظه ای بعد برای هر دویمان چای آورد و با هم نوشیدیم. دیگر موهایش را در روسری نمی بست و از من نمی پوشاند. دو گیسی که از موهایش می بافت و دو طرف صورتش آویزان می کرد زیباییش را دوچندان می نمود. همان روزها بود که یک بار موقع صرف چای لبهای ظریف و دوست داشتنیش را باز کرد و با مهربانی گفت من کژال هستم. خوشحال شدم. پرسیدم معنی آن چیست؟ گفت یعنی آهوی گریسپا. گفتم به به چه اسم با مسمایی، به صورتتان هم می آید. لبخندی زد. سپس خودم را معرفی کردم و گفتم که مانند او اسیرم. شاید اینکه دانست من هم به اجبار در آنجا حضور دارم به او آرامش داد و به من اعتماد کرد. از آن به بعد هر بار که وارد منزل می شدم با لبخندی ملیح به استقبالم می آمد. در روزهای بعدی برایش لباس زنانه خریدم و از او خواستم که دیگر آن لباسهای خودم که برایش بلند بود و به تنش زار میزد را نپوشد. در لباس زنانه 100 چندان زیباتر شده بود و زیباییش به تمام اجزای خانه شادی میبخشید. روحیه من هم بهتر شده بود. کمان لبهایش من را به یاد کمان کیوپید میانداخت که هر تیری رها میکرد قلبی را عاشق میساخت. اکنون تیر او بود که در قلب من نشسته بود و مرا مجنون می کرد. زیباییش دیوانه کننده بود و چشمانش اغوایم می نمود. اما باید از او دوری می کردم. به او قول داده بودم که هرگز از من گزندی نبیند. نمی خواستم در هوس گرفتار شوم و دست به او بیالایم. روز به روز بر محبتش می افزود. انگار اقیانوسی از عشق را به خانه آورده بودم. اما در میان همه شکوهش چهره ای محزون داشت و حزنش بر حزنم می افزود. کاش می توانستم به او کمک کنم و از خمهایش بکاهم. یک روز موقع برگشت از بیمارستان دیدم که بوی عطر عجیبی خانه را پر کرده است. عود روشن کرده بود و خودش در آشپزخانه به زبان کردی آواز می خواند. صدایش چه دلنشین بود. اسم من خواب از دیار افسون، پدرم قله مادرم مه، زاده به سالی هستم که ماه آن را کشته اند و ماهی که هفته‌اش را کشته اند و روزی که ساعتش را کشته اند. وارد که شدم آوازش را قطع کرد، سرش را برگرداند و با لبخندی به استقبالم آمد. از او خواهش کردم که معنی شعر را برایم بگوید و او اجابت کرد. غم به دلم نشست و از آوارگی این دخترک و مردم مظلومش محزون شدم. یک شب که بیخوابی به سرم زده بود و در حیاط قدم می زدم، موقع برگشت کژال را دیدم که تازه از حمام بیرون آمده و حوله‌ای دور سرش پیچیده است. حوله‌ای دیگر دور بدنش از سینه تا زانوهایش را می پوشاند. پوست سفید و خیسش برق می زد و از تارهای مو که از زیر حوله بیرون ریخته بود قطرات آب می چکید. بسیار هوس‌انگیز شده بود و بیتابم می کرد. چشمش که به من افتاد سلام کرد. سرم را پایین انداختم و با صدایی آهسته جوابش را دادم و به سرعت به اتاقم رفتم. تنم به رعشه افتاده بود. از تنگ آب روی میزم لیوانی برای خودم پر کردم و لاجرعه سر کشیدم. می لرزیدم. اعصابم به هم ریخته بود. انگشتانم را روی لبه لیوان به حرکت درآوردم. باید بر وسوسه خود غلبه می کردم، چرا که به او قول داده بودم که در امان باشد.
اگرچه طبق قوانین اسلام حق داشتم از او استفاده جنسی ببرم و چیزی نمیتوانست مانعم شود. تصمیم گرفتم دل از او بردارم و فکرم را آزاد کنم. پشت میزم نشستم و کتابی برداشتم و شروع به مطالعه کردم. اما حواسم پرت بود. هیچ چیز نمیفهمیدم. تمرکز نداشتم. کتاب را بستم و آن را محکم روی میز کوبیدم و آرنج‌هایم را روی آن گذاشتم و 2 دستم را تکیه‌گاه چانه‌ام کردم و به خود نهیب زدم. تو که آدم سرسختی بودی، چطور شد در مقابل این دختر کم آورده ای؟ محکم باش. سپس برخاستم و در اتاقم را قفل کردم و کلیدش را در بخاری انداختم تا در دسترس نباشد و اگر بخواهم از اتاق خارج شوم کمی تعلل کنم و به خاطر احساساتم زود تصمیم نگیرم و مغلوب شهوت خود نگردم. به مرور علاقه‌ام به او بیشتر میشد. مثل نوجوان‌های تازه بالغ که عاشق میشوند و نمیخوابند، شبها در اتاقم قدم میزدم و برای کنترل خود به دیوار مشت میکوبیدم. تحمل آتش شهوتم برایم دشوار شده بود. تصمیم گرفتم برای رهایی از وسوسه خود را بیازارم. هر وقت هوس او را می کردم با فندکی دست خود را می سوزاندم و بر آن نمک می پاشیدم، اما فایده نداشت. زجرم هر روز بیشتر می شد. گاه آنچنان بیخوابی بر من غلبه می کرد که تا صبح بیدار می ماندم. یک روز وقتی که در اتاقم خفته بودم با صدای در زدن او بیدار شدم. در را که باز کردم دیدم سرش را پایین انداخته و از بالای چشمان معصومش نگاهم می کند. چند لحظه ای ساکت بود و بعد با صدای آهسته ای گفت: کمی آرد پیدا کردم و از آن حلوایی ساختم. با چای تازه دم می چسبد. تشریف می آورید؟ از او اجازه خواستم و بعد از چند دقیقه از اتاقم خارج شدم. از پیشنهادش خوشحال شده بودم. وقتی که به آشپزخانه رفتم با لباسهایی که برایش خریده بودم روی صندلی منتظرم نشسته و صبحانه مفصلی حاضر کرده بود. زیر چشمی نگاهش می کردم. نمی توانستم یک لحظه چشم از رخ زیبایش بردارم. موهای مشکی مواجش که 2 طرف گردنش آویخته بود تا سینه اش امتداد داشت و مرا دیوانه می کرد. یقه بلوز صورتی رنگی که به تن داشت استخوان‌های ترقوه و جناقش را برجسته تر نشان می‌داد. چقدر ظریف بود آن بدن، چقدر بی‌نقص. از یقه باز بلوزش برجستگی‌های پستانش دیده می‌شد و این برایم عذاب‌آور بود. رویم را برگرداندم تا بیشتر نگاهش نکنم. از روی میز چنگالی برداشتم و با آن کمی حلوا بریده و در دهانم گذاشتم. طعمش عالی بود. کژال هم انگشت اشاره اش را که به حلوا آغشته بود بر دهان گرفت و گفت: طعمش خوب است، نیست؟ سپس انگشتش را مکید. حرکاتش دیوانه ام می کرد. از درون آتش گرفته بودم. حرکت لبهای زیبایش قلبم را به آشوب می کشید و ضربانم را بالا می برد. با صدایی لرزان پاسخ دادم: بله، عالی است، دست شما درد نکند. لبخندی زد. صدایم را صاف کردم و ادامه دادم: تا کنون حلوا به این خوشمزگی نخورده بودم. دستان شماست که حلوا را خوشمزه می کند. می گویند از کوزه برون همان تراوت که دروست. لبخند شیرین تر از قبل تحویلم داد و پرسید: کارتان اینجا چیست؟ در این شهر چه می کنید؟ از زیرکیش لذت بردم. موضوع را سر به زنگاه عوض کرد. انگار نمیخواست بیش از آن گستاخی کنم. لیوان چای را از لبهایم دور کردم و گفتم: پزشکم. اخمی به چهره آورد و با دلخوری چایش را مزه کرد و گفت: یعنی جای بهتری در دنیا نبود برای خدمت به خلق خدا؟ شانه هایم را بالا انداختم و گفتم: داستانش طولانی است و من به اختیار خود اینجا نیستم، ولی برایم فرقی نمی کند به چه کسی خدمت کنم. با کلافگی ابروهایش را بالا انداخت و قطعه دیگر از حلوا را میان دندانهای سفیدش قرار داد و با نوک انگشت کوچکش آن را به دهانش هدایت کرد و انگشتش را بین لبهایش نگاه داشت. دیگر نمیتوانستم کرشمه‌های زنانه اش را تحمل کنم. سریع صبحانه ام را تمام کردم و از منزل خارج شدم. هوای بیرون سرد بود، ولی بدنم کوره‌ای از آتش در خود داشت.
بخار خارج شده از بینی و دهانم در آن هوای سرد ابری می‌ساخت در مقابلم و لطافتش را به رخم می‌کشید. انگار می‌خواست زیبایی زنانه کژال را به من یادآوری کند. در آن هوای سرد کلافه بودم و در آتش عشق می‌سوختم که تصمیم گرفتم خودم را زودتر به بیمارستان برسانم و بیمارانم را ببینم و چنین کردم و طبق روال عادی کارهایم را انجام دادم، ولی در هر لحظه آرزو می‌کردم که زودتر به خانه برگردم و کژال را ببینم. وقتی که به منزل برگشتم او را دیدم که پشت پنجره روی صندلی نشسته و غروب را می‌نگرد. در عالم خودش بود. نزدیکتر شدم و سلامی کردم. جواب داد. نوک بینیش قرمز بود. علتش را نمی‌دانستم. شاید گریه کرده بود. بلی، حتما گریه کرده بود. چه اشکال دارد؟ من هم گاهی گریه می‌کردم. برای عشق از دست رفته‌ام و برای عشق جدیدم کژال و برای احساس گناهی که نسبت به این عشق در سینه داشتم. اما مشکل من فقط گریه نبود. بیخوابی هم آزارم میداد. آنچنان کم خواب شده بودم که وقتی در آینه به خود مینگریستم مویرگ‌های چشمانم را میدیدم که برجسته و قرمز شده و سفیدی چشمم را پوشانده است. تمرکزم کم شده بود و اگرچه نهایت تلاشم را میکردم که بیخوابیم بر روی عملهای جراحیم و تصمیم گیری‌هایم تأثیر نگذارد، اما بر کیفیت زندگیم تأثیر گذاشته بود. هر روز وقتی کارم در بیمارستان تمام میشد، همچون شیدایان به خانه برمیگشتم و با دیدن رخ چون ماه کژال مست‌تر میشدم و با همان لباس بیرون روی تخت میافتادم و مدهوش میگشتم. خدا به دادم برسد. قرار است چه اتفاقی بیفتد؟ چرا من چنین شده ام؟ هر چه تلاش میکردم از عشق به کژال کم نمیشد. عشق نه، شاید این هوس بود که مرا به دنبال او میکشید. اما نه، در سن من امکان ندارد. من به دنبال گمشده خود هستم و آن را در کژال یافتم. حتی وقتی که در منزل نیستم، با شوق دیدن دوباره روی آن ماهرخ به منزل می آیم و هر لحظه آرزوی دیدن چهره پریگونه اش را دارم. صورتش هر روز زیباتر می شد، به خصوص وقتی که لبخند می زد. حتی در بیمارستان وقتی که استکان چای را می دیدم، به یاد لبهای او موقع نوشیدن چای می افتادم. راست می گفت شازده کوچولو. وقتی کسی را دوست داشته باشی، همه چیز تو را به یاد او می اندازد. یک روز وقتی که سرزده به خانه آمدم، کژال را دیدم که با شتاب از حمام بیرون آمده و به دنبال لباسی می گشت که بپوشد. انگار فراموش کرده بود حوله اش را با خود به حمام ببرد و هنگامی که صدای ورود من را میشنود با همان لباس خوابی که به حمام رفته بود بیرون آمده و سعی میکند خودش را به اتاقش برساند که من را در راه میبیند. لباس خواب حریری که برایش خریده بودم کاملا خیس بر تنش چسبیده بود و زوایای بدنش را نشان میداد. نور آفتاب هم بیکار ننشسته بود. از پشت میتابید و منحنی‌های بدنش را آشکارتر میساخت. تنش همچون آفرودیت سفید و زیبا بود. انگار که او را از سنگ مرمر تراشیده و در آن روح دمیده باشند. با ستاب نور خورشید در حال غروب، در قطرات آبی که از موهایش بر شانه اش میچکید، قرمزی خیره کننده ای درست میکرد که چون حاله ای صورتش را در بر میگرفت و بر زیباییش میافزود. نوک پستانهای گوشتیش از روی لباسش دیده میشد. پستانهایش درست مانند گنبد مسجد با شکوه و فریبا بودند و نوک آنان مستقیم به جلو اشاره می‌کرد و فاصله عمودی استاندارد یک بند انگشتی را از خط زیر سینه داشتند. بقیه اندامش نیز متناسب بودند و زیبایی زنانه را به رخ می‌کشیدند. نفسم در سینه حبس شد. آخر مگر یک زن تا چه اندازه می‌تواند تحسین برانگیز و زیبا باشد؟ چگونه این همه زیبایی در یک جا جمع شده؟ هیکل لطیفش مانند مجسمه ای بود که آن را با سالها مهارت و تلاش از دل صخره ای سخت بیرون کشیده باشند. در لحظه ای احساس کردم
که پیگمالیون هستم و خداوند روحی در این مجسمه زیبا دمیده و به من داده است. کژال با دیدن من فوراً به اتاقش رفت و خود را از دیدگانم پنهان نمود. چند نفس عمیق کشیدم و بدون آنکه کلامی بر زبان آورم به اتاق رفتم و خود را با کتابی مشغول ساختم. ساعتی بعد صدایم کرد تا با هم شام بخوریم. وارد آشپزخانه که شدم، سیبی را از یخچال برداشتم و گازی به آن زدم و برای چیدن میز شام کمکش کردم. موقع شام چشمانش را از من می‌دزدید، انگار که شرم داشت. ولی بالاخره به حرفش آوردم و در صحبت‌هایمان فهمیدم که تا دبیرستان بیشتر درس نخوانده. میگفت در روستایشان رسم نیست که دخترها بیش از این درس بخوانند، اما با وجود تحصیلات کمی که داشت بسیار فهمیده بود و هر چه را که میگفتم سری به ذهن میسپرد و شعرهایی را که برایش میخواندم در یک لحظه از حفظ میکرد. متعجب مانده بودم که چقدر باهوش است این دختر. به مرور به صبحانه هایی که برایم حاضر می کرد عادت کردم. از بودن در کنارش احساس غرور و لذت می کردم. گاه غرق در حظ می شدم و با خود می گفتم چقدر خوش است داشتن یک زن در خانه. صبحها دوست داشتم صورتش را از پشت بخار کتری ببینم. چهره‌اش مانند خورشیدی می شد که از میان ابرها می درخشد. کم کم با هم صمیمیتر شدیم و عصرها در حیاط می نشستیم و به غروب خورشید می نگریستیم. همیشه سعی می کرد خود را خوشحال نشان دهد، اما از پس چهره شادش می شد غمی عمیق را دید. غمی که تلاش می کرد آن را پنهان سازد. کاش برایم درد و دل می کرد و راحت می شد، اما نه، انگار این آرزویم دست یافتنی نبود. دخترک بسیار مغرور بود و کام نمی گشود. در روزهای بعدی در آتش وصالش دوباره به سیگار روی آوردم و هر شب در حیاط پشتی منزل چندین سیگار را پی در پی می کشیدم. تهیه سیگار هم برایم دشوار بود، چرا که خرید و فروش آن در دولت اسلامی ممنوع بود. اما خالد همه کار برایم می کرد و هر چیز ممنوعی را در اختیارم می گذاشت. یکی از روزها از خالد خواستم که علاوه بر سیگار برایم جعبه موسیقی کوچکی تهیه کند و خالد اجابت کرد و جعبه را برایم آورد. آن را در کاغذ کاد و پیچ کردم و به کژال دادم و او از دیدنش بسیار شادمان شد. از آن پس می دیدم که مرتب در جعبه موسیقی را می گشاید و به آهنگ آن گوش می دهد و به عروسکی که روی آن می رقصد خیره می شود. در یکی از روزهایی که کژال انبار خانه را زیر و رو می کرد، دستگاه گرامافونی قدیمی یافت. چند صفحه موسیقی با آن بود. در بین صفحاتی که کژال یافته بود، صفحات مارلین دیتریش و بیلی هالیدی را شناختم. از آن به بعد شبها علاوه بر شعرخوانی به صدای موزیک هم گوش می دادیم، اما مواظب بودیم که صدای آن از منزل بیرون نرود، چرا که می توانست موجب شلاق خوردنمان گردد. به مرور از حساسیت کژال کم می شد و دیگر نگران نبود که دستانم به دستانش بخورد و هر وقت که چنین می شد غرق در شادی می شدم. گاهی هم با من یکی دو نخ سیگار می کشید و عادت داشت که سیگارش را با کبریت روشن کند. می گفت بیشتر مزه می دهد. همیشه از اینکه زنی موقع سیگار کشیدن همراهیم کند خوشحال می شدم، چه برسد به اینکه دخترکی زیبارو، غزالی گریزپا با من سیگار بکشد. به وقت سیگار کشیدن در گرگومیش دود آن به چهره آن ماهوش خیره می شدم و از زیباییش لذت می بردم. خنده هایش به شعفم می آورد، چرا که موقع خنده صورتش زیباتر می شد. جنگجویان جهادی و کمدی الهی. نویسنده کوروش ب. تولید و پخش فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com. بخش دوم. فلک عطارد. مکری. مراسم چای. یک روز بعد از ظهر در حالی که خسته در اتاقم دراز کشیده بودم و به غم نهفته در صورتش فکر می کردم، به خواب رفتم و در خواب دیدم
که در اقیانوسی ژرف فرو رفته و دست و پا می‌زند و هرچه تلاش می‌کند نمی‌تواند خود را به سطح آب برساند. اما موهایش در سطح آب گسترده شده و با امواج به حرکت در می‌آمد. چهرهش در زیر آب غمگین و ناراحت بود. داشتم دستم را در آب فرو می‌بردم تا او را بیرون بکشم که ناگهان احساس سوزشی در انگشتانم کردم و بیدار شدم و دیدم که سیگارم تا ته رفته و انگشت اشاره‌ام را سوزانده است. برخاستم و زیر سیگاریم و هرچه در آن بود را برداشتم و از اتاق بیرون رفتم و کنار شومینه نشستم و ته سیگارهایم را در آن ریختم و سوختن و مچاله شدن آنها را تماشا کردم. انگار که خودم هم مچاله می شدم و آب می رفتم. کمی بعد کژال از اتاقش بیرون آمد و با لبخندی پرسید: چای بیاورم؟ گفتم: بله، البته ولی یک شرط دارد. گفت: چه شرطی؟ گفتم: اینکه کنارم بنشینید و با من بنوشید. دوباره لبخند زد و سپس به آشپزخانه رفت و کتری را گذاشت. او را در میان بخاری که از کتری برخاسته بود نگریستم. با آفتاب نور خورشید در قطرات بخار آب رنگین کمانی ساخته بود به دور صورتش و او را همچون فرشتگان بهشتی زیبا و دلنشین می کرد. چند دقیقه بعد سینه چای را آورد و دو زانو کنارم نشست و گفت: بفرمایید. گفتم: از اینکه زحمت کشیدید ممنونم، ولی کار را که کرد؟ آنکه تمام کرد. گفت: منظورتان چیست؟ گفتم: کاش مراسم چای را به تمام و کمال انجام میدادید. با تعجب پرسید: مراسم چای؟ همانطور که نشسته بودم وزنم را روی بالش بزرگی که کنارم بود انداخته و لبخندی بر لب آورده و گفتم: بله، مراسم چای. پرسید: مراسم چای دیگر چیست؟ گفتم: در ژاپن زنانی هستند که به آنان گیشا میگویند و کارشان پذیرایی و انجام مراسم چای است و چای را به روش مخصوصی سرو میکنند. گفت: چه جالب. گفتم: البته به غیر از سرو چای برای مهمانشان آواز هم میخوانند. چنگ هم مینوازند و میرقصند. و من اکنون احساس میکنم که در کنار یک گیشای زیبا نشستم. لبخندی زد و گفت: تصور میکنم انتظار دارید که این گیشا برایتان چنگ بنوازد و شعر هم بخواند. گفتم: چه اشکال دارد؟ گفت: حتما بعد از آن رقص هم میخواهید. گفتم: شاید. لبخندی زد و با انگشتان ظریفش بازویم را فشرد، اما لحظه ای بعد انگار که از این کارش شرم کرده باشد سریع دستش را عقب کشید و رویش را برگرداند. احساس کردم که از کار خودش خنده اش گرفته، چرا که جلوی دهانش گرفته بود و لبخندش را از من می پوشاند. دلم می‌خواست همان لحظه او را در آغوش بگیرم و ببوسم، اما شهامتش را نداشتم. چند لحظه بعد دسته قوری گنگ شده ای را که داشتیم به دست گرفت و برای هر دویمان در 2 استکان کمر باریک چای ریخت. موقع ریختن چای دست دیگرش را روی سر قوری گذاشته بود که جابجا نشود. سپس استکانی را که برای من پر کرده بود روی نلبکی گذاشت و 2 دستی به سمتم گرفت. حرکاتش برایم زیبا بود. دخترک ندانسته حرکات زنان گیشا را تقلید می کرد. از حالت لم دادن خودم خجالت کشیدم. سریعاً مثل ژاپنی ها 2 زانو نشستم و چای را تحویل گرفتم و کمی نوشیدم و شروع به تعریف از آن کردم. با لبخند ملیح نگاهی به آتش انداخت و سپس یکی از هیزم‌هایی را که کنار شومینه کوت کرده بودم برداشت و به درون آن انداخت و به جرقه‌های آن نگریست. نور نارنجی رنگ آتش روی پوست سفید و شفاف کژال افتاده بود و در سایه روشن آن لب‌های زیبا و گوشتیش خودش را بیشتر نشان می‌داد. در صحبت‌هایمان متوجه شدم که در آیینشان به تناسخ اعتقاد دارند و خود را از نسل آدم می‌دانند و معتقدند که اگر فردی که از جمعشان رانده شود هرگز روحش به رستگاری نمی‌رسد. شعله‌های آتش در چشمانش می‌رقصیدند و زیبایی آن را بیشتر به نمایش می‌گذاشتند. همچنان که
در تلألؤ آتش به او چشم دوخته بودم و به سخنانش گوش می دادم، متوجه شدم که 21 سال دارد. برایم تعریف کرد که چندین سال قبل شاهد قتل دختر نوجوانی به گناه ازدواج با مردی مسلمان توسط همکیشانش بوده و می گفت که او را در روستا سنگسار کرده اند و ادامه داد که هنوز شبها کابوس آن دخترک را می بیند. همچنان که تعریف می کرد، عضلات صورتش منقبض شد و بغض گلویش را گرفت. اشکش کم کم روان شد. دستم را به سمت سرش بردم و آهسته و آرام با انگشتانم موهایش را شانه زدم. چیزی نمی گفت، اما لب پایینیش را گاز می گرفت و بدنش می لرزید. کمی جلوتر رفتم و شانه ام را نزدیک بردم تا سرش را به روی آن بگذارد. اول شرم داشت، اما نیازش به داشتن یک همدم بر او غلبه کرد و سر بر شانه ام نهاد. لباسم از گریه‌اش خیس شد. صورتم را بالا بردم و فرق سرش را بوسیدم و دستش را گرفتم. گرمی دستش به وجودم رخنه کرد و قلبم را به تپش آورد. اما تپش قلبم از روی دلسوزی بود و نه از روی هوس. بخش سوم. فلک ناهید. ونوس. صمیمیت. اندکی بعد با دستی که آزاد بود اشکهایش را پاک کرد و شروع به تعریف ماجرای اخیرش نمود و گفت: یک روز که پدر و مادر و برادرم به مزرعه رفته بودند، من با خواهر کوچکم و 2 دختر عمویم در حیاط منزلمان جمع شده بودیم و شعر می‌خواندیم و پسرک همسایه‌مان که 8 سال بیشتر نداشت بر روی الاغش می‌ایستاد و می‌رقصید و شکلک در می‌آورد که ناگهان صدای انفجار بلند شد و خاک همه جا را فرا گرفت. با گلوله توپ روستایمان را هدف قرار داده بودند. پاره سنگ و آجر بود که روی سرمان می‌بارید. در آن بلبشو برای لحظه‌ای تعادلم را از دست دادم و بر زمین افتادم. بلند که شدم دیدم پسر بچه و الاغش هر دو تکه تکه شده اند. برخاستم و به دختر عمویم که زیر آوار مانده بود کمک کردم تا بلند شود. نگاهی به بیرون منزل انداختم. در کوچه‌های روستا مردم را دیدم که به سمت کوه می‌دوند. اما نیروهای داعش بر سر راه آنان قرار گرفتند و آنان را به رگبار گلوله بستند. جسد بود که چون برگ خزان بر زمین می‌ریخت. به سمت دیگر فرار کردیم و خود را در علفزارها پنهان نمودیم. همان شب به منزل یکی از دوستان قدیمی پدرم که در کلبه‌ای دور از روستا زندگی می‌کرد رفتیم و چند روزی در امان بودیم تا اینکه بالاخره نیروهای داعش ما را یافتند و دستمان را بستند و به صف کردند. یکی از آنان می‌خواست در همان لحظه به ما تجاوز کند، اما فرمانده‌اش جلوی او را گرفت و گفت که اینان جزو اموال بیت المال هستند و باید تحویل حکومت گردند. بلافاصله چادر بر سرمان انداختند و با چشمان بسته پشت وانت سوار کردند و حدود 1 ساعت بردند و به فردی تحویل دادند. آنجا پر از زنهای اسیر بود. بعضی بچه‌هایشان را نیز با خود داشتند، اما اغلب دختران جوان بودند. زنهایی که سنشان بالاتر بود را از گروه خارج می‌کردند و می‌بردند. نمی‌دانم چه بر سرشان می‌آوردند که دیگر هرگز بر نمی‌گشتند. در روزهای بعدی ما را جدا جدا بین مجاهدان تقسیم کردند و من را به خانواده ای فروختند. خدا را شکر در آن خانواده زنی بود که به من محبت داشت و من را از شوهرش پنهان می‌نمود و اجازه نمی‌داد به سراغم بیاید. انگار بر شوهرش تسلط داشت. خودش من را خریده بود و از من می‌خواست که برای نگهداری مادر پیرش کمکش کنم و من این کار را به خوبی انجام دادم. اما وقتی که شوهرش کشته شد و مادرش نیز فوت کرد، دوباره من را برای فروش گذاشت. مرد فروش بد اخلاق بود و اذیتم می‌کرد. چند باری هم می‌خواست به من تجاوز کند، اما نگذاشتم. برای همین کتکم می‌زد، اما مواظب بود که به صورتم نزند. در چند روز آنقدر کتک خوردم که دیگر نایی برای دفاع نداشتم. فقط خدا می‌کردم که من را به آدم درستی بفروشند. نمی‌خواستم آنچه که بر سر دوستانم آمده بر سر من هم بیاید. هر کدام از دوستانم را چند بار فروخته بودند و چندین مرد به آنها تجاوز کرده بودند. اگرچه آن مردان این کار را همزمان انجام نمی‌دادند و نام آن را تجاوز نمی‌گذاشتند، اما از دید من تجاوز است. گاه صدایش اوج می‌گرفت و گاه در حقیق گریه‌هایش ساکت می‌شد.
سیل اشک بود که از گونه‌هایش به پایین می‌ریخت. آنچنان سوزناک تعریف می‌کرد که دلم می‌خواست گریه کنم. بدجور خرابه‌های غم روی سرم آوار شده بود. لب پایینیم بدجور به لرزش افتاده بود. بغض گلویم را می‌فشرد. اشک چشمانم را پر کرده بود و اصرار داشت جاری شود. نمی‌خواستم کژال مرا در آن حال و روز ببیند و تصور کند که من هم مانند او شکننده‌ام. دردش برای خودش کافی بود و پناهگاهی مستحکم می‌خواست و اگر پناهش نبودم ناامید می‌شد. صورتش را خشک کردم و بوسه‌ای بر پیشانی‌اش زدم و برخاستم و به اتاقم رفتم و در را پشت سرم بستم و روی تخت دراز کشیدم. دردی در سینه داشتم و به اختیار مانند ماری که خودش را نیش زده در خود می‌پیچیدم. کمی بعد باران آغاز شد. برقی آمد و بعد از آن رعدی و بعد شراره‌های باران و بعد از آن دوباره غرش بیرحمانه رعد که دل آسمان را می‌شکافت. قلب من هم شکافته شده بود. احساس درد عمیق می‌کردم. احساسی که امان را از من بریده بود و بی‌تابم می‌کرد. زجرم هر لحظه بیشتر می‌شد تا اینکه اولین قطره اشک از گوشه چشمم چکید و بعد از آن سیل قطرات جاری شد. تازه آن موقع بود که کمی احساس آرامش کردم و نفسم باز شد. به یاد عشق از دست رفتم افتاده بودم و به یاد جورج و به یاد تمام مرارت‌های این خاک و بوم و به یاد تمام زجرهای بنی بشر. دهانم را با دستم محکم گرفتم تا مبادا صدایم به بیرون درز کند. کمی که آرامتر شدم از جایم برخاستم و در آینه به خود نگریستم. نفازولین چشمی را برداشتم و قطره‌ای در چشمم انداختم تا قرمزیش برطرف شود و بتوانم دوباره به نزد کژال برگردم. اما شقیقه هایم هنوز تیر می کشید. لحظه‌ای بعد لای در را باز کردم و دیدم که کژال کنار شومینه دراز کشیده و سرش را روی بالشی گذاشته. از اتاق خارج شدم. به محض خروج کژال برگشت و نگاهم کرد. رویم را از او دزدیدم تا چهره پریشانم را نبیند. بلافاصله وارد حمام شدم و در کنار روشویی ایستادم و با دو دستم لبه های آن را محکم فشردم. سرم را به سمت شیر آب خم کردم و کمی آب روی صورتم ریختم. سرم را بالا آوردم و از بالای چشم به درون آینه نگریستم. هنوز چشمانم متورم بود. چقدر گریه کردم. مگر من بچه بودم؟ به خودم اخم کردم. میخواستم به طریق خودم را سرزنش کرده باشم، اما نه. چه اشکال داشت؟ خیلی وقت بود گریه نکرده بودم و حالا احساس راحتی میکردم. دوباره صورتم را شستم و بعد با حوله آن را خشک نمودم و از حمام بیرون آمدم. وارد آشپزخانه شدم و قهوه جوش مسی کنده‌کاری شده درون کابینت را درآوردم و قهوه درست کردم. اندکی بعد بوی قهوه در فضای خانه پیچید. کژال را دیدم که زانوانش را بغل گرفته و محجوبانه کنار آتش نشسته. 2 فنجان قهوه درون سینی گذاشتم و نزد او رفتم و کنارش روی زمین نشستم و پاهایم را به سمت شومینه دراز کردم. تنم مورمور می کرد. احساس کردم به خاطر آن همه اشک حالت عادی ندارم. کژال که موهای پریشانش را روی شانه‌هایش رها کرده بود، دستی در آن چرخاند و همه آنها را به سمتی هدایت کرد. سپس نگاهی به من انداخت. انگار می‌خواست چیزی بگوید، اما پشیمان شد. دوباره به آتش چشم دوخت. فنجانی قهوه به او دادم و فنجان خودم را میان انگشت شست و سبابه‌ام گرفتم و جرعه‌ای از طعم تلخ آن نوشیدم. قهوه‌ام را دوست داشت و آرام آرام آن را مزه مزه می‌کرد. گفت قهوه تلخ است اما دلچسب. گفتم شعری هم که تو می‌خواندی تلخ بود ولی دلچسب. گونه‌هایش گل انداخت و لبخندی زد. باران دست بردار نبود، مرتب صدای رعد و برق در هوا می‌پیچید. کژال بلند شد و از پنجره بیرون را نگاه کرد. من هم برخاستم و پاکت سیگار و قطی کبریت روی آن را برداشتم و کنار او ایستادم. گفت در روستایمان که بودیم همیشه با دوستانم قرار بر این داشتیم که روز بعد از باران به جنگل برویم و قارچ بچینیم. سپس با صدای سوزناکی شروع به خواندن شعر کرد. شعر بریوان را می‌خواند. همچون گل سرخی روی یک کوه، یارم گردنش خم شده و ایستاده.
یارم خارهایش به قلب رنجیده‌ام فرو رفته. فقط این یک بار تو را دیدم و شیفتر شدم. من از خودم بی خود شده ام. های در عشقم آمیخته شدم. سودای من تو را خاکستر کرده است. بریوانم گردن خم گشته آهوی دشتم. مرغ بیقرار عشق کژال به سوی روستایش پرواز کرد و مرا با خود برد. چه خوب آنجا رو توصیف می کرد. وقتی که حرف می زد چشمانش غرق در شوق می شد، اما کمی بعد گرد غم بر صورتش نشست. کلمات به سختی از دهانش خارج می شد. سیگاری روشن کردم و به او دادم. دودش را از پنجره‌ای که باز کرده بودیم بیرون می داد. سنگ فرش خیابان از پنجره به خوبی دیده می شد. باران محکم به آن می کوبید و ذرات آب را به اطراف می پاشید و بخار را به هوا بلند می کرد. کمی به او دلداری دادم و گفتم حتما خواهرت و خانواده‌ات را پیدا می کنی. بعید می دانم که داعشیان به زنان صدمه بزنند. گفت برادرم چه؟ گفتم تو که گفتی برادرت با پدر و مادرت سر مزرعه بوده. ممکن است با آنها فرار کرده باشد. به خودت بد راه نده. کمی آرام شد. دلم می‌خواست همانطور که ایستاده بود از پشت او را بغل کنم و صورتم را کنار صورتش بگذارم، اما نمی‌خواستم در اوج ضعف روحیش از او سوء استفاده کرده باشم. مهربانی و مظلومیت دخترک هر لحظه بر عشق من می‌افزود و مرا دیوانه تر می‌کرد. سیگار در بین انگشتان کشیده و ظریفش خود را زیباتر نشان می‌داد، زیباتر از هر سیگاری در دنیا. آن را با احتیاط به لب‌های گوشتیش می‌چسباند و لحظه ای بعد چینی بر لب‌هایش می‌انداخت و کامی از سیگار می‌گرفت. اوایل وقتی سیگار می‌کشید بلافاصله سرفه می‌کرد، ولی کم کم عادت کرد. از میان دود سیگار ناقص کشیده شده ای که از دهانش بیرون می آمد به لبهایش می نگریستم و زیبایی آن را می ستودم. به یاد اولین سیگار کشیدن خودم افتادم. در خانه ما سیگار ممنوع بود، ولی مهمانهایی داشتیم که سیگارشان را با خود می آوردند و نصفه می کشیدند و وقتی که می رفتند دور از چشم خانواده تمام نیم سیگارها را جمع می کردم و روی پشت بام دور از چشم دیگران می کشیدم. به گمانم مادرم می دانست، اما از ترس عکس‌العمل پدرم هرگز به او نمی گفت. یک بار بین مراجعه مهمانها فاصله افتاد و من که بی سیگار شده بودم به مغازه‌ای که با آن حساب داشتیم رفتم و گفتم مهمان آمده، لطفاً یک پاکت ونستون به من بدهید. فروشنده هم بدون دریافت پول سیگار را داد و آن را در حسابمان نوشت. این کار کم کم برایم عادت شده بود، اما یک روز پدرم لیست خریدها را چک کرد و متوجه شد و سراغ مغازه‌داران محله رفت و به آنها گفت که به من سیگار نفروشند. مدتی گذشت، من هم که از بی سیگاری عاجز شده بودم بالاجبار سیگار را ترک کردم. در بچگی مزه تلخ سیگار و سوزش خفیفی که در گلویم ایجاد می‌کرد برایم لذت بخش بود. گاهی هم در آینه به خود نگاه می‌کردم و دود سیگار را به صورت حلقه بیرون می‌دادم و یا از بینی بالا می‌کشیدم. احساس می‌کردم که مرد هستم. اگرچه 10 سال بیشتر نداشتم، اما بعد از ترک دیگر تا بزرگسالی سیگار نکشیدم. در واقع خجالت می‌کشیدم که نزد مردم از سیگار استفاده کنم. هرگز در اتومبیل و یا در جلوی چشم دیگران سیگار نمی‌کشیدم و از انجام مخفیانه آن لذت می‌بردم. بخش 4. فلک خورشید. دسان. ملک طاووس. نگاهی به کژال انداختم. موهایش مانند آبشار از گردن و یقه لباسش عبور کرده و تا روی سینه‌های گرد و سفیدش پایین آمده بود. صفحه گرامافونی که بربط می‌نواخت از حرکت ایستاد و صدای موسیقی قطع شد. کژال که تا آن لحظه در فکر بود به خود آمد. سیگار را که اکنون به ته رسیده بود از پنجره به بیرون انداخت و آخرین دود را در دهانش نگاه داشت. دلم می‌خواست لب‌هایم را روی لب‌هایش بگذارم و آن دود را بمکم.
اندکی بعد دود را نیز بیرون داد و پنجره را بست. وقتی که رفتم صفحه گرامافون را عوض کنم، چشمم به کاغذی افتاد که بر آن طاووسی زیبا با پرهای باز کشیده شده بود. به آن زل زدم. کجال که نگاهم را تعقیب می کرد، کاغذ را بین صفحات گرامافون برداشت و به دستم داد. لبخندی زدم و گفتم نمیخواستم فضولی کرده باشم. سری جنباند و گفت ابداً. گفتم خودت کشیده ای؟ گفت بله. گفتم چقدر زیبا. نگاهی دوباره به کاغذ انداختم. طاووسی بود درون دایره ای بزرگ با بالهای گشوده که حلقه کوچکی را با هر دو پایش گرفته بود. گفتم این چیست؟ گفت ملک طاووس. گفتم ملک طاووس چیست؟ گفت ملک طاووس فرشته اعظم و نماینده خدا بر روی زمین است و او مسئول تمام امور دنیاست و هم او شاهد تمام وقایعی است که برای بشر اتفاق می افتد. و هر سال در اولین چهارشنبه ماه نیسان به زمین می آید و آن روز برای ما نوروز است و روز جشن. در واقع او تنها فرشته ای است که به خاطر ارادتش به خداوند حاضر نشد جلوی انسان سجده کند، چرا که فقط خداوند را لایق سجده می دانست. گفتم تا آنجا که می دانم آن فرشته ای را که در جلوی انسان سجده نکرده در ادیان دیگر ابلیس می خوانند و شاید به همین خاطر است که به ایزدیان شیطان پرست می گویند. گفت شاید، ولی در آیین ما ملک طاووس نماد مسلم یگانه پرستی است. از شنیدن این حرف به هیجان آمدم. گفتم خیلی جالب است. گفت ما معتقدیم که خداوند همه فرشتگان را با آزمون سجده در مقابل انسان سنجیده و تنها کسی که از این آزمون موفق بیرون آمد ملک طاووس بود. کجال دو دستش را به شکل یک ترازو در دو طرفش گرفت و ادامه داد در دست راست ملک طاووس خیر و در دست چپش شر قرار دارد. او خیر و شر را به هر که بخواهد می‌دهد و از هر که بخواهد می‌گیرد و جلب رضایت او در آیین ما بسیار مهم است و برای همین است که جشن‌ها و نیایش‌های زیادی برای او انجام می‌دهیم. ولی ما او را نمی‌پرستیم، بلکه فقط تقدسش می‌کنیم و خواهان جلب رضایتش هستیم. با انگشتم به دایره زیر پای طاووس اشاره کردم و پرسیدم این دایره چه معنایی دارد؟ نگاهش کرد و گفت ستاره شمال است، ستاره ای که نماد پدید آمدن آسمان و زمین است. از توضیحاتی که برایم داده بود متوجه شدم که چقدر مردم در مورد ایزدیان غلط فکر می کنند. رمز آشویتس A8450. روزهایمان با کجال می‌گذشت. به فکر این بودم که هرچه زودتر بدهکاریم را با فرمانده صاف کنم و تصمیم گرفتم با برادرم تماس بگیرم و از او بخواهم که به طریقی برایم پول بفرستد، اما اجازه نداشتم که به هیچ طریقی با خارج از شهر تماس برقرار کنم به جز از طریق ایمیل و آن هم زیر نظر مأمورین دولت اسلامی. بنابراین نزد فرمانده رفتم و از او خواستم اجازه دهد تا از کامپیوترش برای فرستادن ایمیل استفاده کنم. فرمانده علت را پرسید و زمانی که به او گفتم برای بازگرداندن پول است، اول تعارف زد و گفت چه عجله‌ای دارید دکتر جان، اما وقتی که اصرار من را دید اجازه داد. بلافاصله پشت کامپیوتر نشستم و ایمیلی برای برادرم فرستادم. میدانستم که آنها نگران من هستند و حتی نمیدانند که من در کجا هستم و چه میکنم. میخواستم از فرصت پیش آمده نهایت استفاده را ببرم. بنابراین در ایمیل بعد از سلام و احوال پرسی های معمول درخواست $10,000 پول کردم و از برادرم خواستم که پول را به صرافی مورد نظر فرمانده در بغداد ارسال کند. از آنجا که میدانستم حتما ایمیلم توسط فرمانده خوانده خواهد شد، با احتیاط در زیر متن از برادرم خواستم که از حساب A8450 من پول را بردارد و هرچی که کم بود را خود بر آن بیفزاید. میدانستم که اخویم بلافاصله متوجه می شود که چنین شماره ای وجود ندارد و عدد را سرچ می کند و خواهد فهمید که این شماره مربوط به پزشکی است که در آشویتس اسیر بوده و مجبور به همکاری با نازی ها گردیده است.
ارسال پول 3 روز انجام شد و در اختیار طرف فرمانده در بغداد قرار گرفت. خودم هنوز در منزل از $10,000 که فرمانده به من داده بود حدود $4,000 داشتم و همواره به فکر بودم که بتوانم با آن چند کنیز را خریده و آزاد نمایم. معمولاً کنیزهای بالای 40 سال را به مبلغ $500 تا $800 می فروختند، ولی کنیزهای جوانتر گرانتر بودند و این مبلغ برای دختران جوان به بالای $2,000 می رسید. بخش 5. فلک مریخ. مارس. نجات هانا دختر ایزدی. مرتب کم و زیاد می کردم که بهترین استفاده را از پولهایم ببرم و مترصد آن بودم که به هر گونه می توانم به این زنان مفلوک کمک کنم. تا اینکه یک روز دختری حدود 11 ساله را به اورژانس زنان آوردند و ماما به من گفت که آن دختر در هفته 25 بارداریش است و ارباب پیری دارد که بیرون زایشگاه ایستاده و مرتب جویای احوال بچه‌اش می شود، بچه‌ای که در شکم آن دخترک معصوم بود. در آزمایش پروتئین در ادرار بالا بود، فشار دخترک هم بالا رفته بود. معلوم بود در فاز پرئکلمپسیا است و باید زودتر به بارداریش خاتمه داده شود. عرق سرد بر پیشانی دخترک نشسته بود و رنگ بر چهره نداشت. مرتب به خود میپیچید و با نگاهی معصومانه به من چشم میدوخت. پاهای دخترک متورم بود. نگران عوارض بعدی بودم، اما ارباب دخترک اجازه سقط جنین را نمیداد و حاضر بود که مادر بمیرد اما بچه بماند. بنابراین خالد را واسطه کردم تا با او صحبت کند و بعد از جر و بحث‌ها و چانه زنی‌های بسیار بالاخره او را راضی کردیم که دخترک را با بچه داخل شکمش به مبلغ $1,500 به ما بفروشد. بلافاصله دخترک را به اتاق عمل بردم و بچه را از شکمش بیرون آوردم. به محض رسیدن به منزل کژال خودش را در آغوش من انداخت و لبهایم را بوسید. علت تغییر رفتارش را نمیدانستم، اما حدس زدم که جریان دخترک را فهمیده، چرا که خالد را برای گرفتن پول نزد او فرستاده بودم. اکنون که کژال فهمیده بود قصدم از خریدن خودش فقط خیر بوده، دیدش به من عوض شده بود. در دلم خدا می کردم که بوسه آخرش نباشد. قلبم به تپش افتاده بود. دلم می‌خواست دوباره از منزل خارج شوم و با خبری دیگر نزدش برگردم و بوسه جدیدی دریافت کنم. در روزهای بعدی عشق را بیشتر احساس می‌کردم و هر وقت که وارد خانه می‌شدم آن را جذابتر و خوشبوتر از قبل می‌یافتم و کژال نیز همیشه در آستانه در منتظرم بود. اگر هم نبود من به دنبالش می‌رفتم و او را هر کجا بود می‌یافتم. یک روز که در منزل به دنبالش می‌گشتم دیدم که به حیاط پشتی رفته و در حال مرتب کردن گلخانه است. گلهای شمعدانی را دور تا دور چیده و سر و رویش پر از خاک بود. اما لبخند زیبایی بر لب داشت. جواب لبخندش را با لبخند دادم و به اطراف نگریستم. کاشی‌های تراس را ماهرانه و با دقت شسته بود. گلدانها آرایش منظمی داشتند و عطرشان فضای کوچک 2 متری تراس را پر کرده بود. بقیه گلدانهای شکسته و گیاهان پلاسیده را هم درون یک مشمع ریخته و در گوشه‌ای قرار داده بود تا دور بیاندازیم. جلو و سقف تراس شیشه خور بود و به جز یکی از شیشه ها که شکسته بود و آن را هم کژال با پلاستیک درست کرده بود هیچ نقص دیگری نداشت و چشمانداز دلانگیزی به آسمان و اطراف به ما میداد. آسمان هم در آن لحظه آبی رنگ و شفاف بود و زیبایی تراس را دوچندان می‌کرد. کژال بلافاصله به سمت آشپزخانه حرکت کرد و دست و روی خود را شست و با یک سینی چای به تراس آمد و روی فرشی که انداخته بود نشست و از من دعوت کرد که کنارش بنشینم. سپس برایم چای ریخت و استکان چای را در نلبکی گذاشت و 2 دستی به من تحویل داد. چهرهش دوست داشتنی تر از همیشه بود. به لبهای گوشتیش نگاه کردم. لبهایم به لرزش افتاد و قلقلکم کرد. دلم میخواست دوباره آن تجربه را تکرار کنم. مرتب به لبهایش مینگریستم. منتظر عکس‌العملی از او بودم، اما به روی خودش نمی آورد. انگار که آن کار را از روی احساسی آنی انجام داده بود.
کژال در میان گلها همچون خورشید می درخشید. خودش از همه زیباتر بود. دلم می‌خواست از میان آن همه گل زیباترینشان را در آغوش بگیرم و عطر دلنشینش را ببویم تا تمامی غم‌هایی را که دنیا در دلم آوار کرده بود بزدایم. دستانش مرتب به دستانم می‌خورد و زنده ام می‌کرد. انگار برق داشت، یا نه گرمای عشق بود که به جانم نفوذ می‌کرد و مرا به زندگی برمیگرداند. به خودم شهامت دادم و لحظه‌ای دستش را گرفتم. هیچ مقاومتی نکرد و برای رهایی دستش هیچ تلاشی ننمود، اما باز به خود آمدم و دستش را رها کردم و چشمانم را بر زمین دوختم و از کار خود پشیمان شدم. برخاستم و به حیاط رفتم. بیرون هوا سرد بود، سرمایی که پوستم را کزکز می‌کرد و استخوانم را می‌چزاند. بخش ششم، فلک مشتری. جوپیتر، کمک کژال به بیماران. در روزهای بعدی از من خواست که به او اجازه دهم به بیمارستان بیاید و کار یاد بگیرد. اول نمیخواستم قبول کنم، ولی اصرارش را که دیدم برایش روپوشی حاضر کردم و به او دادم و گفتم که در بیمارستان باید نقاب بزند، اگرچه دلم نمی آمد که آن صورت زیبایش پشت نقاب پنهان باشد. میخواستم همیشه ماه بعد را ببینم، نه ماه سلخ را. میخواستم هر لحظه که گرمایش را در نزدیکی خود احساس میکنم رخ چون ماهش را ببینم. وقتی که اولین بار او را در لباس سفید دیدم ذوق زده شدم. چشمان خمارش از بالای نقاب می درخشید و چون نیزه آشیل بر قلبم می نشست و بیشتر عاشقم می کرد. هانا، آن دخترک 11 ساله ایزدی که بچه‌اش را سقط کرده بودیم، در روزهای بعدی بهتر شد و او را روز 4 بعد از عمل مرخص کردیم و تحویل خاله خالد که زنی جا افتاده بود دادیم تا از او مراقبت کند. کژال هم مرتب به او سر می‌زد و حالش را جویا می‌شد و برایش میوه می‌برد. خاله خالد هم یک مرغ و خروس زیبای محلی را به کژال هدیه داد و گفته بود که خوشیمنی می‌آورد و کژال آنها را در حیاط پشتی منزل نگاه می‌داشت و به آنها آب و دان می‌داد. در روزهای بعدی معمولاً کژال در همه جای بیمارستان همراهیم می‌کرد، حتی در اتاق عمل. کم کم یاد گرفت که چگونه به عنوان تکنسین سر عمل بایستد و کمکم کند. اما زندگی عادیمان مثل قبل بود. هر دو خسته به منزل برمیگشتیم و با شعر و موسیقی و سیگار وقت می‌گذراندیم. خانه برایم محل آرامش بود، همچون جزیره‌ای امن در اقیانوس بیکران. گاهی کژال با فلوتی که آن را از کنار هم گذاشتن پوکه‌های فشنگ و ایجاد سوراخی در دیواره آنان ساخته بود برایم می نواخت و چه سوزناک می نواخت. یک بار وقتی که سیگار را برای خودم روشن کرده بودم به سمتم آمد و سیگار را که لای انگشتانم گرفته بودم با انگشتانش گرفت. گرمای دستان ظریفش همچون اکسیری التیام بخش تمام دردهای درونم را به دنیای فراموشی روانه کرد. آرزو داشتم لبهای گوشتیش را بگزم و شهد دهانش را بمکم و دلم را به دریای عشقش بسپارم. اما پر پرواز به سوی این آرزو را نداشتم و یا داشتم ولی آن را ضعیف میپنداشتم. گفت امروز این سیگار را نوبتی میکشیم. باید سیگارمان را کم کنیم. سیگار ضرر دارد. خنده‌ام گرفت. سیگار را میان لبهای ستودنیش گذاشت و کامی از آن گرفت. حالا نوبت من بود. دستم را به سمت لبهایش بردم و موقع گرفتن سیگار نرمی انگشتانم را روی لبهایش کشیدم. هیچ واکنشی نشان نداد. سیگار آن روز مزه ای دیگر داشت. از اینکه جای لبهای کژال را میمکیدم غرق در لذت بودم. کاش میفهمید که چقدر بیمار آن لبهای چون شیر و شکرش شده‌ام. کامی از دود سیگار می گرفتم و کامی از جای لبهای کژال. چقدر شیرین بود. آنچنان محو نگاهش شده بودم که نفهمیدم سیگار کی به ته رسید و انگشتانم را سوزاند. خنده‌اش گرفت اما چیزی نگفت. چند لحظه ای ساکت بود و بعد رو به من کرد و پرسید مگر مسلمانان حضرت داوود را قبول ندارند؟ گفتم بله قبول دارند. گفت مگر نه اینکه حضرت داوود نوازنده بود؟ گفتم بله. گفت
پس چرا موسیقی در اسلام حرام است؟ گفتم نمیدانم. گاهی که موسیقی ملایمی با گرامافون پخش می‌کردیم، شروع به خواندن اشعار کردی می‌کرد و چه غمگین می‌خواند. از میان آنها ترانه بریوان و شعر چشمه را بسیار دوست داشتم. هر زمانی به یادش می‌افتم، همچون روزگار جوانی، برای تسکین زخم‌هایم تنهایی به سر چشمه می‌روم. درد دلم را به دست موج‌های کوچکش می‌سپارم. این شعر را برایش با دکلمه یا با آواز می‌خوانم. ای چشمه، تو میعادگاه فرشتگانی، تو آینه آسمانی، خون دل کوه‌های سقف مرتفع هستی. ای چشمه، کاش آن چیزهایی که من می‌دانم تو هم می‌دانستی، چون جای پاهاش پیش تو جای مانده است. ای چشمه، تو شاهد شکوفه دادن عشق آسمانی بودی. قاتل من دستهایش را در تو شست. خون دلم در درون آب چشمه ریخت. به همراه خنده عشق می‌مردم و نمی‌فهمیدم. ای چشمه، ای چشمه. روز بارانی کنار شومینه. در یک روز بارانی که با هم در کنار شومینه نشسته بودیم و در سکوت مطلق به صدای شرشر باران گوش می دادیم و قهوه می نوشیدیم و بوی سوختن چوب را به مشام می کشیدیم، بی اختیار دستم را به سمت صورتش بردم و موهایی را که روی گونه اش ریخته بود کنار زدم و با پشت انگشت صورتش را لمس کردم و انگشتانم را تا کنار گوشش بردم. لیوان قهوه‌ای را که در دست داشت پایین آورد و چشمان زیبا و تبدارش را بست و گونه‌اش را به دستم چسباند. همان لحظه بود که احساس کردم حال او هم دست کمی از من ندارد. با کناری انگشت شستم لبهایش را نوازش کردم. داغ بوسه زدن بود. گاهی کنار لبهایش را به انگشتم می‌چسباند و گاه دور می‌کرد. حس خواستن تمام وجودم را گرفته بود، اما تردید رهایم نمی‌کرد. آهسته دستم را از گونه‌اش به گردن باریک و استخوانیش کشیدم و بعد دستم را جدا کردم. چشمانش را باز کرد و لحظه ای به من نگریست و دوباره بست. نمیدانستم منظورش چیست. نفسم گرفته بود، اما خودم را خونسرد نشان دادم و جرعه قهوه‌ام را نوشیدم. چند دقیقه ای نگاهش کردم. چشمانش را از من دزدید و به سوی دیگر نگریست. کمی بعد از جایش برخاست و به آشپزخانه رفت و بسته کوچکی را آورد و همانطور که ایستاده بود آن را باز کرد و گفت: اینها تخم گل است. از عطاری خریده‌ام. می‌خواهم آن را بکارم. نظر شما چیست؟ لحظه ای تأمل کردم و به بهانه گرفتن تخم گلها دستش را گرفتم. دستش می‌لرزید. گفتم موافقم. سپس برخاستم و با هم به گلخانه رفتیم. هنوز باران می‌بارید، اما تا کاشتن تخم گلها را تمام کردیم آسمان صاف شد و چند ستاره شروع به نورافشانی کرد. آن شب تا دیر وقت بیدار بودیم و در خستگی مطلق کنار شومینه نشستیم. چشمانش سنگین شده بود، ولی دلم نمی‌خواست بخوابد. حرف به گلویم چنگ می‌انداخت و زبانم را تر می‌کرد و مجبور به سخن گفتن می‌نمود. اما کم کم خواب او را در بود و همانجا جلوی شومینه به خواب رفت. من هم از خستگی همانجا خوابیدم. صبح که بیدار شدم دیدم که هر دو در زیر یک پتو هستیم. انگار شب بیدار شده و پتویی روی هر دویمان کشیده بود. اولین بار بود که اینقدر نزدیک به هم میخفتیم. همچنان که خواب بودم سرم را نزدیکتر بردم و گردنش را بوییدم. صدای نفسهایش را دوست داشتم. آرام و یک نواخت بود. نفسهایش جانم را شاد میکرد. همان لحظه به یاد این شعر از سعدی افتادم که میگفت: هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون برمی آید مفرح ذات. و اینک بازدم او بود که به من جان می بخشید و زنده ام می کرد. جنگجویان جهادی و کمدی الهی. نویسنده کوروش ب. تولید و پخش فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com بخش هفتم، زحل، ستورن.
هدهد پیامبر عشق. اغلب شبها سعی می کردیم همچنان در تراس نشسته ایم ساعتهای خود را با خواندن شعر و یا گفتن داستان بگذرانیم. نمیدانم چه در ذهنم گذشت که شروع به گفتن داستان حضرت سلیمان و ملکه سبا کردم و گفتم که چگونه هدهد پیام عشق را از حضرت سلیمان برای بلقیس برد و چگونه بلقیس به خاطر عشق سلیمان دین خود را عوض کرد تا بتواند با او ازدواج کند. لبخندی زد و گفت کاش در این خانه هم هدهدی بود و پیام عشق را جابجا می کرد. گفتم البته هدهد پرنده‌ای زیبایی است ولی گاهی نشانه عشق شهوت‌آلود است. گفت چطور؟ گفتم در افسانه یونانی پادشاهی به خاطر عشق ممنوعه به خواهر همسرش تبدیل به هدهد می شود. سپس داستان فیلوملا را برایش تعریف کردم که چگونه توسط شوهر خواهر خود مورد سوء استفاده قرار گرفت و حسادت خواهرش را برانگیخت و داستان به تلخی انجامید. غم در صورتش نشست و ساکت ماند. فهمیدم که نباید آن داستان غم‌انگیز را برایش تعریف می کردم. سریعاً بحث را به برداشت خوب شرقیان از هدهد کشاندم و گفتم که در فرهنگ چین هدهد مورد تقدس است و اضافه کردم که لازم نیست همه جا هدهد باشد تا پیام عشق را برساند. گاهی برای این کار یک لبخند کافی است. خنده اش گرفت اما باز با دستانش لبخند خود را از من پنهان نمود. بخش 8. فلک ثوابت. فیکس استار. صور فلکی. از شیشه‌های تراس به آسمان چشم دوخته بود و ستارگان را تماشا می کرد. هزاران ستاره درخشان در آسمان کبودرنگ برای ما دو عاشق خسته دل نورافشانی می کردند. آهسته سرش را به بازویم چسباند، بدنم گرم شد. بی اختیار دستم را پشت کمرش بردم و پهلوی ظریف و باریکش را در دست گرفتم و او را به سمت خود کشاندم و نگاهش را در آسمان دنبال کردم. به راه شیری نگاه می کرد. گفت این ردی که می بینی وقتی به وجود آمده که کاه از پشت گاری یاران شیخ عدی در آسمان پراکنده شده، در زمانی که آنان به مهمانی پروردگار می رفتند. سپس انگشتش را به سمت کهکشان گرفت. با دستم دستش را گرفتم و به سمت لبهای خود بردم و بوسه‌ای بر آن زدم و با دست دیگرم کمرش را فشردم. قلبم به شدت میزد. برای یک لحظه آرزو کردم که شهامتش را داشتم و با دستان بزرگم فک کوچکش را میگرفتم و لبهایش را آنچنان میبوسیدم که تا ابد جای لبهایم بر لبهایش بماند. نفس عمیقی کشیدم و گفتم ما به این خط راه شیری میگوییم و افسانه‌های زیادی در مورد آن وجود دارد. سپس لحظه ای تأمل کردم و همچنان که دستش در دستم بود به دب اکبر و اصغر اشاره کردم و گفتم آنها را میشناسی؟ با صدای لطیفی گفت نه. نمیدانست که هرچه با من لطیفتر سخن بگوید طوفان دلم را پر آشوبتر و آتش عشقم را شعله‌ورتر میسازد. ادامه حرفم را گرفتم و گفتم یک روز کالیستو خدمتگزار آرتمیس ایزد بانوی شکار سوگند باکرکی‌اش را شکست و با زئوس همبستر شد و باردار گردید و فرزندی به نام آرکاس به دنیا آورد. اما آرتمیس راز را فهمید و مادر را تبدیل به خرس کرد، ولی اجازه داد که آرکاس بزرگ شده و تبدیل به شکارچی ماهری گردد. وقتی که آرکاس بزرگ شد یک روز موقع شکار تیری در کمان گذاشت تا نادانسته مادرش را بکشد، ولی زئوس که در آسمان شاهد ماجرا بود بلافاصله آرکاس را تبدیل به بچه خرسی کرد و او و مادرش را در آسمان جای داد و این دو صورت فلکی همان خرس بزرگ و کوچک هستند. کژال که از داستانم خوشش آمد لبخندی زد و سرش را بیشتر به شانه‌ام چسباند. عطر موهایش بینیم را پر کرده بود. دلم می‌خواست در همان لحظه ژوپیتر ظاهر می‌شد و من و کژال را که اکنون در آغوشم لمیده بود تبدیل به یک صورت فلکی می‌کرد و در آسمان جای می‌داد. اتاق آرزو. همچنان که به من تکیه داده بود سرش را بوسیدم و به صدای نفسهایش گوش دادم. دم مسیحایی داشت و زنده ام می کرد. داستان فیلم نوستالژیا را برایش تعریف کردم.
و گفتم که در سرزمینی تخریب شده با بمب اتم اتاقی بود به نام اتاق آرزو و هر کس که می‌خواست به آرزوی خود برسد باید از آن سرزمین عبور می‌کرد و خود را به آن اتاق می‌رساند. در آنجا هرچه آرزو می‌کرد برآورده می‌شد. همانطور که سرش را به شانه‌ام چسبانده بود گفت: ای کاش ما هم اتاق آرزو داشتیم. گفتم: تصور کن همین تراس اتاق آرزوی ماست. آرزویت چیست؟ لبخندی زد و چیزی نگفت. کم کم خوابش برد. من هم کنارش خوابیدم. اما خوابم نمی برد. زیر لب زمزمه کردم: ای وای بر اسیری که از یاد رفته باشد، در دام مانده باشد، صیاد رفته باشد. کمی بعد خوابم برد. نیمه شب با سوز سرما از خواب بیدار شدم. دیدم که کژال کس کرده و خود را به من چسبانده است. بلند شدم و با دو دستم او را در آغوش گرفتم و به اتاقش بردم و روی تخت خواباندم و پتویی رویش کشیدم و پیشانیش را بوسیدم و از اتاق خارج شدم. همین که به اتاقم برگشتم انگار غم عالم بر دلم نشست. دیوارهای اتاق بدجور روی قلبم سنگینی می کرد. روی تخت دراز کشیدم و به سقف خیره شدم. سیگاری به چوب سیگار گیراندم و آن را روشن کردم. پلک‌هایم سنگین شده بود. اما خوابم نمی برد. در دود غلیظ سیگار چهره کژال را تصور کردم که چانه باریکش را به چانه‌ام نزدیک می کرد، اما به وقت بوسه زدن صورتش را پس می کشید. به یاد غمهایش افتادم و غم در دلم نشست. برخاستم و آبی به صورتم زدم و در حیاط خانه شروع به قدم زدن نمودم تا وقتی که سپیده صبح را دیدم. به داخل برگشتم و نمازم را خواندم و ساعتی خفتم و سپس برخاستم و بدون آن که به کژال سر بزنم به بیمارستان رفتم. میخواستم نبینمش تا آتش درونم شعله ورتر نگردد. در بیمارستان خودم را مشغول کردم تا به یادش نیفتم، اما دوباره آرزوی دیدنش مثل خوره به جانم افتاد و بی‌طاقتم کرد. آن روز کارم زیاد بود. تا نزدیک غروب درگیر بودم. کژال هم به بیمارستان نیامد. موقع برگشتن در نزدیکی منزل، در همان هوای نم گرفته، نسیم ملایمی که بوی باران را به دوش می‌کشید، زیر بینیم را گرفت و عطر دلنشین چای را به مشامم رساند. بوی چای کژال بود. قدمهایم را سریعتر کردم و خود را به منزل رساندم و وارد شدم و به محض رؤیت چهره‌اش دوباره زنده شدم و خستگی از تنم فرار کرد. با هم در تراس نشستیم و چای نوشیدیم. نور نارنجی رنگ خورشید تراس را زیباتر کرده بود. آن روز چشمان کژال همچون آهویی سرمست می درخشید. بعد از صرف چای برخاست و به آشپزخانه رفت. داشت شام درست می کرد. کمی بعد برگشت و به من گفت: برایتان شام کردی پخته‌ام. امیدوارم دوست داشته باشید. لبخندی به لب آوردم و با ذوق گفتم: به به، خوش به حال من. لحظه ای لب پایینیش را درون دهانش برد و گاز گرفت. چیزی نمی گفت، فقط لبخند می زد. برخاستم و به اتاقم رفتم و مشغول مطالعه شدم. اندکی بعد در اتاقم را زد و گفت: لطفاً برای شام امشب با لباس رسمی تشریف بیاورید. نمیدانستم چه خبر است. اما حوله ام را برداشتم و به حمام رفتم و بعد به اتاقم برگشتم و لباسهای رسمیم را پوشیدم. مثل کودک ها شاد بودم، اما علتش را نمیدانستم. عطر دلچسب غذا بزاق دهانم را به جریان انداخته بود. کم کم داشتم دلضعفه میرفتم. منتظر بودم که کژال به بیرون دعوتم کند. انتظارم دیری نپایید و کژال در اتاقم را نیمه باز کرد و گفت: تشریف بیاورید برای شام. کژال آرایش کرده و رژ لبی قرمز رنگ بر لبهایش مالیده بود. چقدر زیبا شده بود. داشتم دیوانه می شدم. تشنه بوسه ای داغ از لبهای اناریش بودم. موهایش را گیس کرده و دور سرش چرخانده و پشت سرش به هم وصل کرده بود. بلند شدم و به دنبالش رفتم. چون کبکی خرامان وارد آشپزخانه شد و من چون گربه ای گرسنه به دنبالش می‌خزیدم. روی میز شام چند غذای کردی را با سلیقه چیده و بشقاب‌های چینی را پر از برنج و خورشت کرده و دلمه‌های برگ مو را در بشقاب‌های دیگری گذاشته بود. بوی غذا آنچنان شامه‌ام را تحریک می‌کرد که نمی‌توانستم جلوی بزاقم را بگیرم. می‌دانستم که اگر تند آب دهانم را قورت ندهم موجب آبروریزیم خواهد شد.
شام را در حالی که گرامافون موزیک ملایمی پخش می‌کرد در زیر نور شمع صرف کردیم. اغلب چراغ‌ها را خاموش کرده بود. صورت زیبای آرایش کرده اش در نور شمع صد چندان زیباتر شده بود. هنگام صرف غذا لب‌هایش را به شکل اوی انگلیسی باز می‌کرد و بدون آنکه قاشق با رژ لبش تماس داشته باشد غذا را در داخل دهانش می‌گذاشت. صرف غذا تازه تمام شده بود که دیدم یکی از مژگانش بر روی گونه‌اش افتاده. بلافاصله آرنجم را روی میز تکیه داده و مشتم را زیر چانه‌ام نهادم و گفتم همین الان در قلبت آرزویی کن. اول حرفم را جدی نگرفت، اما تا اصرار من را دید لبخندی زد و چشمانش را بست و آرزویی کرد. پرسیدم کدام طرف است؟ گفت چه؟ گفتم موژه. گفت کدام موژه؟ گفتم همان که روی یکی از گونه‌هایت افتاده. اگر درست بگویی آرزویت برآورده می شود. لبخندی زد و گفت سمت راست. نه، سمت چپ. درست گفته بود. لبخندی زدم و گفتم آرزویت برآورده می شود. مطمئن باش. خندید و به فکر فرو رفت. چند لحظه بعد با دودلی و نجیبانه گفت حالا که می گویید آرزویم اجابت می شود باید بگویم شما تنها کسی هستید که می توانید آرزوی مرا برآورده کنید. با تعجب پرسیدم من؟ سری تکان داد و گفت بله. گفتم آرزوی شما چیست؟ از بالای چشمش نگاهی معصومانه به من انداخت و گفت قول می دهید که قبول کنید؟ گفتم اگر از دستم بر بیاید چرا که نه؟ شوق در چشمانش نمایان شد و گفت قول دادید ها؟ با لبخند و تعجب گفتم بله. گفت پس چند دقیقه به من فرصت بدهید. سپس از جایش برخاست و از آشپزخانه بیرون رفت. آمدنش کمی طول کشید. برخاستم و به اتاقم رفتم و کتاب رمان دلبند را آوردم تا مطالعه کنم. چند روز قبل آن کتاب و کتاب کلبه عمو توم را در انباری خانه یافته و قسمت‌هایی از آن را خوانده بودم. سرگرم مطالعه بودم که کژال را دیدم بیرون آشپزخانه ایستاده و لباس بلند سفید رنگی بر تن دارد. لباسی که تور نازکی از گلهای درشت روی سینه و شانه اش را می پوشاند و تور قرمز رنگ و تاجی از گل بر سر نهاده و گوشواره های بلندی آویزان کرده و دستانش را به سمتم دراز نموده بود. برخاستم و نزدش رفتم و دستان نرم و لطیفش را گرفتم. به حدی گرم بود که اختیار را از من می گرفت و چون بنده ای مفلوک به دنبال خیش روان می ساخت. با همان دستان چون حریرش مرا به سمت اتاقش کشاند. چراغ‌ها خاموش بود. اما در گوشه ای از اتاق نقاشی ملک طاووس را روی میز کوچکی نهاده و دو طرفش را شمع روشن کرده بود. روبروی نقش ملک طاووس نشستیم. دعایی خواند و گفت من امروز با سرافرازی و اطمینان در پیشگاه ملک طاووس خودم را به عقد شما در می آورم. آیا قبول دارید؟ لحظه ای تأمل کردم. نمیدانستم خوابم یا بیدارم. شاید در خواب بودم و رویا می دیدم و یا بیدار بودم و خیال بافی می کردم. دستم را به چشمانم مالیدم. بیدار بودم. دوباره پرسید آیا قبول دارید؟ دهانم باز نمی شد. نمیدانستم چه بگویم. کمی تأمل کردم و گفتم بله قبول دارم. حتما قبول دارم. به چهرهش که زیر نور شمع چون فرشتگان می درخشید نگاه کردم. زیبا و مصمم بود. ایستاد و من نیز مقابلش ایستادم. گفت حالا باید تور را کنار بزنید. لبه تور را گرفتم و آن را آهسته بالا بردم و به چهره زیبا و دلنشینش نگریستم. احساس کردم که این اتاق تبدیل به اتاق آرزو شده و آرزوی مرا برآورده کرده است. انگشت سبابه اش را در جوهر قرمزی فرو برد و بر پیشانی من کشید و سپس این کار را برای خودش تکرار کرد. سپس شاخه نازک درختی را در دست گرفت و گفت شما هم طرف دیگرش را بگیرید. فرمانش را اجابت کردم و طرف دیگر چوب را گرفتم. لبخند دلنشینی به لب آورد و گفت حالا باید آن را بشکنیم. با اندک فشاری شاخه از وسط شکست. نیمی از آن در دست من ماند و نیمه دیگر در دست او. با لبخند گفت اگر در روستایمان بودیم شیخ در این لحظه می گفت شما یک روح هستید در دو جسم و تنها مرگ شما را از هم جدا می کند. احساس کردم که کژال هر آنچه که مد نظرش بوده را انجام داده و از اینجا به بعد را من باید انجام دهم. بلافاصله دستانم را دور کمر باریکش حلقه زدم و او را به سمت خود کشیدم. چشمانش را بست.
بر لبهای سرخ و گوشتیش بوسه زدم. طعم عسل داشت. آنچنان دلچسب و گوارا بود که سیر نمی شدم. تخت کژال درست مقابلمان بود. آهسته او را به عقب راندم و هر دو با هم روی تخت افتادیم. صدای فنرها به آسمان بلند شد. بدن نرمش را زیر هیکل مردانه ام کشیدم و آرنجهایم را اهرم کردم تا به بدن ظریفش آسیب وارد نشود. نفسهایمان تند شده بود. سرم را میان موهایش فرو کردم و گردن مرمرینش را بوسیدم. مانند یک عروسک بدون هیچ عکس‌العملی با چشمان بسته در اختیار من بود. معلوم بود که تجربه‌ای برای از این به بعدش ندارد. بی اختیار بر تخت خفته بود و من تمام مراحل را یک به یک انجام دادم و او را تصاحب کردم. لحظه‌ای که از او کام گرفتم، احساس کردم که دیگر چیزی در زندگی نمی‌خواهم و تمام طلبم را از دنیا گرفتم. شب را با هم به صبح رساندیم. بدون آنکه خوابیده باشیم، صبح از پنجره دیدم که پای خروس را که مدتی بسته بود تا مزاحم مرغ نشود باز کرده است. آن روز صبح موقع رفتن سر کار اصلاً خسته نبودم. جانی دوباره در کالبدم دمیده بود. یک روز که در آشپزخانه مشغول صرف صبحانه بودیم، برایم گفت که جزو مراسم عروسیشان شکستن نان خشک بر سر عروس و داماد است تا به فکر فقرا باشند و نیز گفت گاهی اناری را پیش پای عروس بر زمین می‌کوبند تا عروس با نگاه کردن به دانه‌های آن بداند که توقع چند فرزند از او می‌رود. لبخندی زدم و گفتم با این حساب صدها. خندید و گفت بله شاید. گفت که در آداب و رسومشان معمولاً ازدواج اجباری نیست و مهریه بالایی نیز نمیگیرند و اگر دختر و پسری همدیگر را دوست داشته باشند معمولاً بزرگترها با آن مخالفت نمی کنند و اگر مخالفت کردند پسر می تواند دختر را بدزدد و مهریه هم ندهد. گفتم عجب، یعنی دختر را می دزدد و مهریه هم نمی دهد ها؟ گفت بله، چون برایش زحمت کشیده. به علاوه اکثر دزدی‌ها با همکاری خود دختر صورت می‌گیرد و بعد از ازدواج عروس و داماد دوباره نزد پدر و مادر عروس برمیگردند تا از آنان برکت بگیرند. گفتم جالب است، در مناطق دیگر گاهی بابت این کار دختر را می‌کشند. گفت بله، ولی در آیین ما اگر دو طرف ایزدی باشند هیچ مشکلی به وجود نمی‌آید. گفتم حالا تو بابت مهریه از من چه می‌خواهی؟ لبخندی زد و گفت عشق ابدی. لبخندش را با لبخند جواب دادم و گفتم آن را که داری. از روی صندلی برخاست و به دیوار تکیه زد و لبخندی بر لب آورد. برخاستم و مقابلش ایستادم و لیوان چای را که در دستش بود گرفتم و بر روی میز نهادم و با دستانم حصاری ساخته و او را بین خود و دیوار به بند کشیدم و لبهایش را گزیدم. موهایش چون امواج خروشان بر شانه اش ریخته بود و چهرهش را خواستنی تر می کرد. نمی توانستم دست از بوسیدنش بردارم. اما درنگی کردم و گفتم درخواست دیگری هم داری؟ گفت بله. گفتم چه؟ گفت این که کمکم کنید تا خانواده ام را بیابم. بوسه ای دیگر از لبهای چون گل تازه شکفته اش چیدم و گفتم این را هم به تو قول می دهم. دیگر چه؟ گفت یک دسته گل لاله واژگون. گفتم این که سخت نیست، به راحتی می توانم برایت پیدا کنم. گفت البته من فقط یک نوع آن را می خواهم. گفتم چه نوع؟ گفت آن نوع که بر مزار شیخ عدی می روید. گفتم حالا چرا لاله واژگون؟ گفت چون لاله واژگون نماد حیا و نجابت است و مرهم زخم روح. پدرم می گفت که وقتی گروه زره جنایتکار سر سیاوش مظلوم را با خنجر برید، این لاله شاهد بود و از شرم سر به زیر افکند و اشک ریخت. گفتم منظورت سیاوش شاهنامه است؟ گفت بله، پسر کیکاووس، پسرخواندی رستم دستان. گفتم پس شاهنامه هم بلدی؟ گفت بله تا اندازه ای. گفتم میدانستی که داستانی مشابه در اساطیر یونان هست؟ گفت نه نمیدانستم. گفتم بله، وقتی که آدونیس عاشق به دست آرس کشته شد در محل ریختن خون او شقایق نعمانی رویید. گفت جالب است. گفتم میدانی که کردها از اصیلترین اقوام ایرانی هستند و در شاهنامه از آنان یاد شده؟ گفت بله تا حدودی، اما علاقه دارم بیشتر بدانم.
گفتم وقتی که ضحاک به کمک اهریمن با نیرنگ پدرش را کشت و پادشاه شد، اهریمن بر شانه‌های او بوسه زد و از جای بوسه ها 2 مار بیرون آمد که غذایشان مغز 2 جوان ایرانی بود، اما 2 آشپز به نام ارمایل و گرمایل به جای مغز یکی از جوانان مغز گوسفند گذاشتند و هر روز 1 جوان را از مرگ نجات داده و به کردستان فرستادند. گفت چه وحشتناک، مردم ایران چه کردند؟ گفتم مردم به کمک فریدون و کاوه آهنگر آمدند و ضحاک را اسیر کرده در کوه البرز زندانی نمودند. علاقه کژال به داستانهای اساطیری باعث شده بود که هر شب داستانی برایش بگویم و همان شب داستان مینوتور را گفتم که چگونه از رابطه 1 انسان و 1 گاو به وجود آمد و هر سال 10 جوان آتنی را می‌کشت و می‌خورد تا اینکه سرانجام به دست تسئوس کشته شد. سندروم استکهلم. روزها می‌گذشت و ما در جزیره شاد خود دلخوش بودیم تا اینکه یک روز در موقع عمل جراحی روی ست اتاق عمل کلمه استکهلم را دیدم و بلافاصله به فکر سخنان دوستم افتادم که همیشه راجع به سندروم استکهلم می‌گفت. حالم خراب شد و فکر این که از کژال سوء استفاده کرده باشم مثل خوره به جانم افتاد. وقتی که به خانه برگشتم ذهنم مشغول بود، اما سعی می کردم به روی خود نیاورم. همان شب وقتی کنار شومینه نشسته بودیم و جرقه های آتش را نگاه می کردیم کژال پرسید چه شده؟ گفتم چیز خاصی نیست. گفت آیا از من ناراحتید؟ گفتم نه. گفت پس چه شده؟ گفتم نمیدانم، در فکر هستم. گفت آیا گناهی از من سر زده؟ گفتم نه. با چهره ای مظلوم به من خیره شده بود و جواب می‌خواست و من چون محکومی که با طناب دار حلق‌آویز باشد قادر به سخن گفتن نبودم، اما آنقدر اصرار کرد تا بالاخره سکوتم را شکستم و گفتم کژال تو مانند فرشته‌ها پاک و معصومی. دستان نرم و لطیفش را گرفتم و بوسیدم و گفتم اشتباه از من است نه تو. مات و متحیر مانده بود که چه میخواهم بگویم. با چشمان افسونگرش به دهانم مینگریست و کلامم را دنبال میکرد، اما نمیتوانستم سخنی بگویم. رشته کلام از زبانم رفته و لبهایم فلج شده و در سکوت کامل با لبخندی ساردونی به اون مینگریستم. منتظر پاسخ بود، اما جوابی نمیگرفت. چند بار تلاش کردم که موضوع را به بحثی دیگر بکشانم، ولی هر بار با زیرکی به اصل مطلب برمیگشت. پرسیدم من را دوست داری؟ لبخندی زد و گفت بله، البته که دوستتان دارم. گفتم یعنی هیچ شکی نداری؟ گفت نه هرگز. گفتم یعنی عاشقم هستی؟ چند لحظه ای ساکت شد و سپس پرسید یعنی شک دارید؟ سرم را پایین انداختم و گفتم بله شک دارم. به من خیره شد. آب دهانش را قورت داد. نمیتوانست چیزی بگوید. قطره اشک به سان ستاره شباهنگ از گوشه چشمش بر گونه اش لغزید. طاقت نیاوردم. بلافاصله پیشانیش را بوسیدم و سندروم استکهلم را برایش توضیح دادم و گفتم تو به خاطر موقعیتت مجبور شده ای که من را انتخاب کنی و اگر در شرایط دیگری بودی شاید هرگز چنین انتخابی نمی کردی. ساکت بود و حرفی نمی زد. گفتم چیزی که تو احساس می‌کنی عشق نیست، دوست داشتن هم نیست، بلکه نیاز به حمایت است. دیگر نتوانست تحمل کند. برخاست و گریه کنان به اتاقش رفت و در را محکم بست. صدای حقحقش را از پشت در بسته می‌شنیدم. بلند شدم و به اتاقش رفتم و دیدم که لبه تخت نشسته و در جلوی نقاشی ملک طاووس اشک می‌ریزد. نزدیک شدم تا دستانش را بگیرم، اما دستش را کشید و روی برگرداند. جلوی او روی زمین زانو زدم و 2 دستم را روی زانوانش نهادم و گفتم کژال من قصدی نداشتم، از من ناراحت نشو. من صلاح تو را میخواهم و فکر میکنم که کار ما اشتباه بوده است. گفت اگر من شما را دوست نداشتم چطور خودم را در اختیارتان قرار دادم و اگر من عاشق شما نیستم پس این چه احساسی است که قلب صاحب مرده مرا اسیر کرده و یک لحظه آرامم نمیگذارد و نمیتوانم 1 ساعت بدون شما زندگی کنم. همچنان که حرف میزد اشک از گونه اش روان بود. گریه‌اش تمامی نداشت. صدای حقحقش ستونهای بدنم را میلرزانید و منقلبم میکرد. بی اختیار پیش پایش به سجده افتادم. لرزش شانه هایم را که دید دستش را روی سرم گذاشت و گفت گریه نکن.
سپس با دستش بازویم را گرفت و مرا کنار خود روی تخت نشاند. اما نگاهش را از من دریغ می‌کرد. هر دو ساکت بودیم و اشک می‌ریختیم. پس از چند دقیقه قفل سکوت را شکستم و گفتم: این احساس تو یک حالت روحی است و نه یک عشق واقعی. همچنان که هر دو دستش را جلوی صورتش گرفته بود گفت: حالت روحی؟ گفتم: بله. گفت: یعنی چه؟ گفتم: چون تو در اسارت بودی و نیاز به حمایت داشتی و به اولین کسی که به تو محبت کرد علاقه‌مند شدی. گفت: نه، اصلاً اینطور نیست. گفتم: بله، ضمیر ناخودآگاه تو برای بقا با تو چنین کرده و تو ناخواسته به من علاقه‌مند شده ای. گفت: اما علاقه من به شما چنین نیست. گفتم: ولی این موضوع بارها در تاریخ اتفاق افتاده است. گفت: چطور؟ گفتم: دوستی داشتم که می گفت 2 نفر از همسران رسول الله کنیزانی بودند که در وضعیت استیصال به جای تن دادن به تجاوز یاران رسول با خود او ازدواج کردند و موارد دیگری را نیز مثال زد، مثلا چنگیزخان که با دختران رئیس قوم تاتار ازدواج کرد و یا افسران ژاپنی که در برمه زنان آمریکایی و اروپایی را به خاطر یک قالب صابون و یا اندکی غذا مجبور به همخوابی می‌کردند. کجال که توجیهات پشت سر همه من را میشنید عصبانی شد و گفت: حالا تو محمدی یا چنگیز یا افسر ژاپنی، کدام هستی؟ مگر تو هم یک اسیر بدبخت مانند من نیستی؟ گفتم: بله، همینطور است. گفت: پس این موضوع راجع به ما صدق نمی کند. همچنان که اشک از چشمانش سرازیر بود و با حقق سخن می گفت، با مشت‌های ظریف از چند بار بر بازویم کوبید و خود را در آغوشم انداخت. پیشانیش را بوسیدم و او را لبه تخت نشاندم. سپس برخاستم و برایش از آشپزخانه لیوانی آب آوردم و به دستش دادم. لاجرعه سر کشید و بعد بر روی تخت خوابید. پای تختش نشستم. میخواستم از دلش درآورم. دست راستش را که لبه تخت بود گرفتم و چندین بار بر آن بوسه زدم و صورتم را بر آن نهادم. دوباره اشکم جاری شد. دست دیگرش را که آزاد بود بالا آورد و در موهایم کرد و گفت: گریه نکن عزیزکم. گفتم: باید مرا ببخشی. حرفی نزد. کمی بعد هر دو آرام شدیم. دستانش را از موهایم بیرون کشید و خوابید. نمیدانم خواب بود و یا خودش را به خواب میزد. همانجا کنار تخت ماندم و به آن زیبای خفته نگریستم. نمیتوانستم لحظه ای چشم از رخ زیبایش بردارم. کمی گذشت. همان پای تخت دراز کشیدم. ساعتی بعد روی تخت نیمخیز شد. میخواست پایش را از لبه تخت با این بگذارد که دید من زیر پایش دراز کشیدم. با صدای مهربانی گفت: اجازه بدهید، میخواهم رد شوم. گفتم: بفرمایید. گفت: نمیتوانم از روی شما رد شوم. میدانستم که کردها عبور از روی پا یا بدن فرد بزرگتر را بی احترامی میدانند و از آن اجتناب میکنند. گفتم: از روی من رد شو. تعلل کرد. پایش را بالا گرفته بود و پایین نمی آورد. گفت: خواهش میکنم اجازه دهید رد شوم. میخواهم صورتم را بشویم. گفتم: راهی ندارد مگر اینکه از روی من رد شوی. گفت: میدانید که چنین نمی کنم. گفتم: پس دستانم را بگیر و بلندم کن و بگو که مرا بخشیده ای. همانطور که نشسته بود در چشمانم نگاه کرد و لبخندی ملیح بر لب آورد. سپس با هر دو دست دستانم را گرفت و آرام بالا کشید. برخاستم و کنارش ایستادم. او هم پاهای خود را بر زمین نهاد و روبرویم ایستاد. فاصله صورت‌هایمان کمتر از 1 وجب بود. چشمانش را بست و لب‌هایش را غنچه کرد. بی‌طاقت شدم. او را در آغوش گرفتم و بوسه‌ای محکم از غنچه لب‌هایش چیدم. بوسه‌مان طولانی شد. نمی‌خواستم رهایش کنم. طاقت جدایی نداشتم. همچنان که لب‌هایش در لب‌هایم قفل شده بود، او را بر روی 2 دست بلند کردم و به آشپزخانه بردم و کنار سینک بر زمین گذاشتم تا صورتش را بشوید. کتری آب را روی اجاق گذاشت و چای درست کرد. باز هم در بخار آب کتری به صورت زیبایش خیره شدم، اما حیف که این بار چشمانش قرمز بود. در روزهای بعدی صمیمیتمان بیشتر شد و دیگر رازی نگفته بینمان باقی نماند. علاقه کجال برای آمدن به بیمارستان هر روز بیشتر می شد. در طی چند هفته بعدی به مامایی کارکشته تبدیل گردید. هرگز اولین زایمانی را که به تنهایی انجام داد از یاد نمی برم. آنقدر مشتاق بود که بعد از بریدن بند ناف بچه و در آوردن جفت و پاک کردن رحم خودش را بالای سر نوزاد رساند و خون و ورنیکس سفید رنگ را از روی او زدود. سپس نوزاد را نزد مادرش برد و صورتش را به او نشان داد.
معاینه نوزادان را به او یاد داده بودم و به او گفته بودم که به خصوص دختران نوزاد را برای در رفتگی مادرزادی لگن چک کند. متاسفانه هنوز چیزی از زایمان نگذشته بود که عیشمان با صدای داد و فریاد پدر نوزاد از پشت در زایشتگاه که میگفت من دختر نمیخواهم مکدر شد. با شنیدن این حرف عرقی سرد بر پیشانیم نشست. همانجا بر روی صندلی نشستم و کژال که متوجه تغییر حالتم شده بود برایم لیوانی آبقند آورد. آن را گرفتم و نوشیدم. کمی که بهتر شدم با هم از در پشتی زایشگاه بیرون رفتیم. نمیخواستم آن مرد کوته فکر بفهمد که در موقع زایمان همسرش مردی در اتاق بوده است. اما آن شب با وجود خاطره بدی که آن مرد در ذهنمان گذاشت، کژال نمیتوانست شادیش را پنهان کند. برایم شامی مخصوص پخت و من به عنوان تشکر برایش شعری از والت ویتمن خواندم. ای تکیه‌گاه ابدی عشق، ای زن زیبا، ای عروس من، ای همسر من، در مقابل تو هیچ مقاومتی ندارم. ای ظریف‌ترین، ای آرامش من. جنگجویان جهادی و کمدی الهی. نویسنده کوروش ب. تولید و پخش فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com. شرکت در مراسم اعلان اسلام آوردن کژال. طبق دستور فرمانده قرار شد که کژال در مراسمی علنا اسلام آوردن خود را اعلام کند تا مایه دلگرمی غیر مسلمانان شده و آنان را بدین کار تشویق نماید. بنابراین صبح یکی از روزهای جمعه با هم به محل اجرای مراسم رفتیم و به سالنی وارد شدیم که دور تا دور آن زنان غیر مسلمان نشسته بودند. چندین زن چادری اسلحه به دست نیز در جمعیت دیده می شدند. شیخی حدود 60 ساله در وسط سالن پشت میزی نشسته بود و حاضران را موعظه می کرد. شیخ کوتاه قد و چاق بود و وقتی که ما وارد شدیم با دست اشاره کرد که در مقابلش روی صندلی بنشینیم. سپس علت حضور ما را پرسید. طبق قرار قبلی کژال گفت میخواهم اسلام بیاورم چون آن را دینی کامل یافته‌ام. بلافاصله شیخ 4 آیه از قرآن را به ترتیب خواند و در بین هر 2 آیه از کژال خواست که یک بار شهادتین را بگوید و در نهایت به کژال تبریک گفت و خطبه عقدمان را با مهریه 1 جلد قرآن کریم جاری کرد و سند آن را به ما داد. بعد از مراسم عقد بین حضار شیرینی و شربت پخش کردند و فرمانده و جمال که شاهدان عقدمان بودند مرا در آغوش گرفتند و بوسیدند. سپس همه مردان از سالن خارج شدند و کژال بین اسیران ماند تا آنان را ارشاد نماید. ساعتی بعد کژال بیرون آمد. او را سریعاً به منزل رساندم و خود به تنهایی به نماز جمعه رفتم، چرا که زنان حق ورود به نماز جمعه را نداشتند. در مسجدی که نماز جمعه در آن برقرار میشد، نزد جمال و فرمانده نشستم. امام جمعه طبق سنت رسول الله موقع خواندن خطبه نماز خنجری به کمر بسته و شمشیری در دست داشت. بعد از 2 خطبه که 2 رکعت اول نماز ظهر جمعه حساب میشد، امام جمعه 2 رکعت آخر نماز ظهر را خواند و همه به او اقتدا کردند و سپس جمعیت متفرق شدند و هر کس به سراغ کار خود رفت. همان شب من و کژال در منزل فرمانده شام دعوت بودیم و پذیرایی مفصلی از ما به عمل آمد و نیز کژال فرصتی یافت تا با 2 کنیز فرمانده صحبت کند. موقع برگشتن به خانه برایم تعریف کرد که همسر فرمانده او را در آغوش کشیده و بوسیده و مسلمان شدنش را تبریک گفته و نیز متعجبانه گفت که همسر فرمانده گربه‌ای زیبا در خانه دارد. به او گفتم که این سنت رسول الله است که برای همسرش عایشه گربه‌ای خرید و جای تعجب ندارد و مسلمانان فقط با سگ مشکل دارند، چرا که رسول الله از سگ متنفر بود. همان شب در منزل و کنار شومینه برایم تعریف کرد که یکی از کنیزان فرمانده
داستان دخترخالی 17 ساله اش را برایش گفته که مجبور به همبستری با پسر صاحبش شده و چون آن پسر نمیدانسته چگونه رابطه جنسی برقرار کند و دخترک نیز بی تجربه بوده، همسر صاحبش به او فیلمی سکسی نشان داده و از او خواسته که این کار را به پسرش یاد بدهد. گفتم بله، دیدن فیلم سکسی برای مسلمانان حرام است. همچنان که صحبت می‌کرد، گیسوانش در انعکاس شعله‌های آتش همچون پارچه ابریشمی زربفتی شده بود که از سر تا شانه‌های مرمرینش را می‌پوشاند. چشمان عسلی اسرارآمیزش آینه رقص شعله‌های آتش بود و لب‌های سرخفامش همچون گل رز تازه شکفته خودنمایی می‌کرد. پس از سکوتی چند، پروانه آتشین لب‌هایش را باز کرد و گفت: فرقی نمی کند انسان تا چه اندازه احساس خوشبختی کند. وقتی که غصه دیگران را ببیند، اوقاتش تلخ می شود. گفتم بله چنین است و سعدی در این مورد می گوید: پسندی که شهری بسوزد به نار، اگرچه سرایت بود بر کنار. تنگ دل چو یاران به منزل رسند، نخست بد که واماندگان از پسند. مهربانیش مرا به تحسین وامی داشت. خوشیمن بود و از بدو ورودش به زندگیم دنیای بیروح خاکستریم را تبدیل به دنیای رنگارنگ و زیبا کرده بود. به چشمانم خیره که میشد، قلبم به تپش می افتاد و اختیار از من سلب می گشت و چون خمیری در دستانش آماده پذیرفتن نقش می شدم. تک تک کلماتی که از دهانش بیرون می آمد برایم اکسیر زندگی بود و جوانم می کرد و روحم را به پرواز وامی داشت و در عشقش غوطه‌ور می ساخت. در روزهای بعدی خالد به من اعلام کرد که صاحب یکی از کنیزان ایزدی حاضر است او را بفروشد، اما فرزندی را که تازه برایش زاییده حاضر نیست بدهد و مادر می گوید بدون فرزندم جایی نخواهم رفت. کنیزک را به کمک خالد خریدیم و با کژال برای تحویل گرفتنش رفتیم. باران می‌بارید. صاحب قبلیش او را دست بسته آورد و سوار اتومبیلمان کرد. بلافاصله کژال با قیچی دستبند پلاستیکی او را باز نمود. اما دخترک به محض آزادی درب اتومبیل را باز کرد و به سوی منزلی که فرزندش در آن بود دوید. ولی قبل از رسیدن به در پایش لغزید و در آب گلالود افتاد. اما از پای ننشست و سینه‌خیز خود را به درب منزل صاحب قبلیش رساند و بر زانوانش بلند شد و چندین بار بر در کوبید، ولی جوابی نگرفت. همانجا شروع به گریه کرد. وضع دلخراشی بود. کژال پیاده شد و به سراغش رفت و در آغوشش گرفت و در گوشش زمزمه‌ای کرد و او را با همان لباسهای خیسش سوار اتومبیل کرد. با هم به منزل رفتیم. او را به حمام فرستاد و کنار شومینه گرم کرد و در اتاق خودش خواباند. بعداً فهمیدم کژال به او گفته که حتی اگر بتوانی بچه را از پدرش بگیری و با خود ببری، جامعه ایزدی او را قبول نخواهند کرد، پس بهتر است فراموشش کنی. همان شب کژال زانو در بغل گرفته محزون در کنار شومینه نشسته بود و اشک می‌ریخت. علت را پرسیدم. گفت مادری را از بچهش جدا کرده ام. گفتم گریه نکن. گفت چطور گریه نکنم از گناهی که کرده ام؟ گفتم خودت را اذیت نکن، چاره ای نبود، لاله رخ. گفت لاله رخ یعنی چه؟ گفتم صورت زیبا و لب‌های قرمز را لاله رخ میگویند و هم اسم کتاب شعری است از شاعر معروف ایرلندی توماس مور که دختری همچون تو را به تصویر کشیده و چندین داستان دارد. مشتاق شد و روبرویم نشست و گفت برایم بگو. گفتم از بین داستانهایش حکایت پردیس و پری را دوست‌تر دارم. گفت منتظرم. گفتم یک روز یک پری رانده شده میخواست به بهشت برگردد. اما فرشته نگهبان به او اجازه نداد و پری تصمیم گرفت که با دادن هدیه او را راضی کند. چندین هدیه آورد که اولین آن خون سربازی بود که در راه کشتن پادشاه ظالم دشمن شهید شده بود. اما فرشته نگهبان آن هدیه را کافی ندانست. پری پیشکش دوم را آورد و آن آهی بود از دهان معشوقی که در وقت مرگ عاشقش بر بالین او نبوده. باز هم فرشته نگهبان این هدیه را قبول نکرد. سپس پری هدیه سوم را آورد و آن قطره اشک پیرمردی بود که همه عمر را در عصیان و گناهکاری گذرانده و وقتی که جوانی در حال عبادت را می‌بیند از کرده خود نادم می‌گردد و اشک می‌ریزد. وقتی که پری این هدیه را نزد فرشته نگهبان میبرد، مقبول واقع میگردد و پری میتواند دوباره وارد بهشت شود.
کژال: یعنی میگویید ندامت و پشیمانی از خون سرباز شهید و آه معشوق نزد خداوند بالاتر است؟ گفتم بله. کژال چند لحظه سکوت کرد و بعد گفت: چرا مردم ما باید بیش از توانشان زجر بکشند؟ گفتم: هیچ کس بیش از توانش زجر نمی کشد و هر زجری که تو را نکشد قوی ترت خواهد ساخت. جملاتم در کژال تأثیر مثبت داشت و خوشحالش می کرد. همان شب برایم تعریف کرد که در خواب دیده کاروان غم به دنبال اوست و او خود را در پشت من پنهان کرده تا از دید ساربان بگریزد و من و او با هم سوار ابرها شدیم و از این دیار رفتیم. دستش را گرفتم و گفتم: قطعاً چنین خواهد بود. میدانی که من به خاطر تو همه کار میکنم و میدانی که قلب من به عشق تو میتپد و خونی که در رگهایم جاری است با محبت تو گرم است. لبخندی زد و دستانم را بوسید. بوسه‌ای بر پیشانیش زدم و موهای مشکینش را بوییدم و سر انگشتانش را به دندان گرفتم و او را به آغوش کشیدم. اغلب خالد را ملیکادس صدا می زدم، چرا که همیشه با دستی پر به سراغم می آمد و همون بود که در خرید 2 کنیز بعدی کمکم کرد. به علاوه صفحه گرامافون سمفونی 9 بتهوون را به سفارش کژال برایم پیدا کرد. در مجموع به کمک خالد توانستیم 4 کنیز را خریده و با برگه آزادیشان از منطقه تحت سلطه حکومت اسلامی خارج نماییم. اگرچه مجموعاً از این کار خوشحال بودم، اما هرگز چهره غم‌آلود آن مادر فرزند جامانده را از یاد نمیبرم. یکی از شبها که از روی دفتر شعری که در انبار خانه یافته بودم برای کژال شعر می‌خواندم، به شعر بلکبرد رسیدم و سریع از روی آن گذشتم. اما فهمید و مجبورم کرد که آن را بخوانم. غم در دلش نشست. باید برایش کاری می‌کردم. پرنده سیاه چرا می‌خواهی پرواز کنی؟ تو هرگز پرواز نخواهی کرد. هیچ مکانی به اندازه ای کافی بزرگ نیست که بتواند تمام اشک‌هایی را که تو می‌ریزی در خود جای دهد. چرا که نام مادر تو تنهایی است و نام پدر تو درد و پدرت تو را غم کوچک صدا می‌کند. چرا که تو هرگز دوباره عاشق نخواهی شد. کسی را نخواهی یافت که تو را نگاه دارد. کسی را نخواهی یافت که غصه تو را بخورد. فقط کاش می‌فهمیدی ای عزیز، کسی تو را در هیچ جا نمی‌خواهد. پس چرا می‌خواهی پرواز کنی؟ ای پرنده سیاه، تو هرگز پرواز نخواهی کرد. audiobook.com بخش 9. فضای سیال. د پریموم موبایل. نقشه فرار. چند هفته ای از ورود کژال به زندگیم می گذشت و روز به روز تصمیممان برای فرار جدی‌تر می شد. تنها راه خروج داشتن مجوز بود و تنها راه حل فرمانده ابوبشیر. بارها در ملاقات‌هایی که در بیمارستان و منزل با فرمانده داشتم از علاقه ام به رفتن گفته بودم، اما او به سختی به این موضوع تن می‌داد. یک روز مثل روزهای قبل مشغول مداوای بیمارانم در بیمارستان بودم که فرمانده فردی را سراغم فرستاد تا به نزدش بروم. کارم کمی طول کشید. فرمانده خود به سراغم آمد و از من خواست که برای ویزیت همسرش به منزلشان بروم. از صحبت‌های قبلی فرمانده می‌دانستم که همسرش بیشتر مشکل روحی دارد و حدس زدم که این مشکل از زمانی شروع شده که دخترش را از دست داده است. ساعتی بعد به منزل فرمانده رفتم. کنیزی با چشمان رنگی، پیراهنی بلند و شالی بر کمر درب را باز کرد. وارد شدم. در گوشه‌ای از منزل پسر فرمانده 4 زانو با لباس رزمی بلندی که تا روی زانوانش را می‌پوشاند نشسته بود و قرآن می‌خواند. سلامی کرد. جوابی دادم و با اشاره دست به او فهماندم که بلند نشود. به انتهای سالن پذیرایی رفتم و دیدم که سر تا سر عرض سالن را با پرده‌ای پوشانده اند، به طوری که دیدن آن سوی پرده امکان پذیر نبود. در انتهای پرده در فاصله حدود 1 متر تا دیوار 2 سوراخ به اندازه کف دست در فاصله 1 وجبی و 3 وجبی از سطح زمین روی پرده ایجاد کرده بودند. فهمیدم که قرار است
همسر فرمانده را از پشت این پرده معاینه کنم. نزدیکتر رفتم و پشت پرده نشستم و منتظر ماندم. چند لحظه بعد زنی پشت پرده قرار گرفت و سلام کرد. جواب سلامش را دادم. فاطمه بود، همسر فرمانده. صدایش را می شناختم. گفت: جناب دکتر، مدتی است که اشتهایم کور شده و نمی توانم غذا بخورم. گفتم: چه مدت است؟ فاطمه: 1 هفته ای می شود. گفتم: خوابتان چطور است؟ فاطمه: خواب درستی هم ندارم. از بقیه صحبتهایش برایم مسجل شد که همه ناراحتیش به خاطر اضطراب و افسردگی است. اما احساس کردم که سخن دیگری دارد که برای گفتنش تعلل می کند. حدس زدم که از حضور فرمانده نگران است. فرمانده مرتب در سالن قدم میزد و به این سو و آن سوی پرده سرک میکشید. از فاطمه خواستم که دهانش را از سوراخ بالایی پرده به من نشان دهد. بعد از آن نور چراغ قوه را در دهانش انداختم و سپس گوشی پزشکی را از سوراخ پایینی به آن سوی پرده فرستادم تا ریه ها و قلبش را معاینه کنم. از صدایی که با گوشی میشنیدم متوجه شدم که آن را زیر لباسش جابجا میکند. نهایتاً آن را روی سینه اش گذاشت. ضربان قلبش بالا بود. معاینه را کمی طولانی کردم. میخواستم فاطمه حرف دلش را بزند. فرمانده که حوصله‌اش سر رفته بود از سالن خارج شد، ولی کنیزش همچنان آنجا نشسته بود. بعد از خروج فرمانده زیر لب به فاطمه گفتم که اکنون میتواند صحبتهایش را بیان کند. فاطمه: دکتر جان، به دادم برسید. از شما میخواهم که پسرم را نجات دهید. میترسم که ابوبشیر او را هم به کشتن بدهد. با بازگشت دوباره فرمانده به داخل سالن حرف فاطمه ناتمام ماند. برخاستم و از منزل خارج شدم و به فکر فرو رفتم. میدانستم که فرمانده دخترش را به کشتن داده و ممکن است همین کار را برای پسرش هم بکند. تمام شب ذهنم گرفتار بود تا اینکه فکری به سرم زد. صبح روز بعد نزد فاطمه رفتم و از پشت پرده به او همراه با داروهایش چند قرص فنازوپریدین دادم و گفتم که روزانه 1 عدد از آنها را در غذای خود و پسرش جمال بریزد و گفتم که ادرارتان قرمز رنگ خواهد شد و لازم نیست که نگران شوید. چند روز بعد فرمانده دوباره به دنبالم فرستاد. فهمیدم که نقشه‌ام کارگر افتاده. از همسر و پسر فرمانده خواستم که نمونه‌های ادرار خود را که حالا قرمز رنگ شده بود به آزمایشگاه تحویل دهند و از مسئول آزمایشگاه که دوست صمیمی‌ام بود خواستم که در گزارش ادرار آنها وجود خون را بنویسد. چند ساعت بعد فرمانده با جواب آزمایش نزدم آمد. نگران بود. گفتم: متاسفانه مشکل فرزند و همسرتان جدی است و بیماری آنها میتواند نوعی بیماری ژنتیکی باشد که از مادر به فرزند پسر منتقل می شود و پسرتان امکان دارد که هر آن دچار خونریزی شدید گردد. با شنیدن این حرف فرمانده نگران شد و چاره خواست. گفتم: با امکاناتی که ما در اینجا داریم امکان بررسی دقیق مشکل آنان وجود ندارد. بهتر است که پسرتان را به مرکز مجهزتری بفرستید. فرمانده لحظه‌ای اندیشید و سپس پرسید: به کجا؟ چگونه؟ گفتم: به دمشق. گفت: دمشق که امکان پذیر نیست، چرا که اگر به آنجا برود قطعاً او را خواهند شناخت و از او به عنوان اهرم فشار بر علیه من استفاده خواهند کرد. گفتم: پس می توانید او را به بغداد بفرستید. گفت: با که؟ گفتم: با هر کس که مورد اعتمادتان است. پرسید: چقدر فرصت داریم؟ گفتم: هر چه زودتر این کار انجام شود بهتر است. چند ساعتی گذشت تا فرمانده تصمیمش را گرفت و به من زنگ زد و گفت: دکتر جان، برای این کار بهترین فرد شما هستید. گفتم: اما من نمیتوانم بیمارانم را رها کنم. گفت: از رقب به جای شما پزشک می آوریم. پزشک داوطلب زیاد است، اما اگر شما این کار را برای من انجام بدهید می توانید همسرتان را به دیدار خانواده اش ببرید. قبلا به او گفته بودم که کجال اصرار دارد خانواده اش را ببیند. حالا از اینکه نقشه‌ام کارساز افتاده بود خوشحال بودم. راهی برای خروج از آن جهنم داشت برایمان باز می شد. جریان را برای کجال تعریف کردم و او که غرق در خوشحالی شده بود در آغوشم پرید و مرا بوسید. قرار شد که روز بعد به راه بیفتیم. من و کجال همان شب وسایل سفر را پیچیدیم و آماده شدیم.
صبح روز بعد راننده به سراغ ما آمد و با هم به سمت منزل فرمانده به راه افتادیم تا جمال را با خود همراه کنیم. لحظه‌ای که به آنجا رسیدیم، فرمانده و همسرش جمال را آماده کرده و منتظر ما بودند. در لحظه خداحافظی، فرمانده پسرش را در آغوش گرفت و بوسید، کاری که هرگز از او ندیده بودم. همسر فرمانده هم روبنده را کمی کنار زد و بوسه‌ای بر پیشانی پسرش نواخت. من و کژال هم از فرمانده و همسرش خداحافظی کردیم. همسر فرمانده با کژال راحت بود و از بعد از مسلمان شدن کژال او را مانند خواهرش دوست داشت. لحظه‌ای بعد جمال و کژال در صندلی عقب نشستند و به راه افتادیم. من هم جلو نشستم کنار راننده. موقع رفتن جمال از پشت پنجره مرتب به عقب نگاه می‌کرد و برای پدر و مادرش دست تکان می‌داد. کژال هم در گوشه دیگر صندلی عقب نشسته بود و چادر و نقابش را بر سر داشت. راننده دوست فرمانده بود و اتومبیلمان یک تویوتای سواری سفید رنگ. قرار بود با برادر فاطمه در بغداد دیدار کنیم. اسم و آدرس را هم از فرمانده گرفته بودیم. صبح همان روز به بیمارستان رفتم و با پرسنل و بیماران خداحافظی کردم. در چهره اغلب پرسنل غم را می دیدم. بعضی هم می گریستند. بیماران هم از مسلمان و مسیحی، داعشی و غیر داعشی برای بدرقه آمده بودند و دعا می خواندند. از آن که توانسته بودم در مدت خدمتم در آن شهر به خیلی ها کمک کنم خوشحال بودم. اما اینکه نتوانسته بودم برای عزیزترین دوستم جورج کاری کنم مانند عقده‌ای در قلبم سنگینی می کرد. در اتومبیل که نشسته بودم نگاهم به آینه بغلمان بود و از درون آن کوچکتر شدن شهر را می دیدم و با آن خداحافظی می کردم. به بزرگراه که رسیدیم سکوت عجیبی در اتومبیل حاکم شد. تنها صدای لاستیک‌های اتومبیل به گوش می رسید که آن هم زیاد نبود. داشتم کم کم به آن صدا عادت می کردم که راننده ضبط را روشن کرد و صدای قرآن در اتومبیل پیچید. صدایش بلند بود. کمی آن را آهسته کردم که جمال و کژال راحت بخوابند. خودم با وجود آنکه شب قبل را درست نخوابیده بودم خوابم نمی برد. نگران بودم. در راه سر صحبت را با راننده باز کردم. اسمش محمد بود. معلوم بود که کاملا با جاده آشناست. برایم تعریف کرد که قبلا در هومس لباس فروشی داشته، اما ورشکست شده و به مسافرکشی روی آورده و وقتی که اعلام جهاد را میشنود به سربازان خلیفه میپیوندد. محمد حدود 40 سال داشت و با طمأنینه رانندگی میکرد. از صحبت‌هایش فهمیدم که 4 بچه داشته که یکی از آنان را به دلیل سرطان خون از دست داده. میگفت به خاطر فقر نتوانسته برای فرزندش عمل پیوند مغز استخوان را انجام دهد و فرزندش به خاطر بیماری در جلوی چشمانش پرپر شده و فوت کرده. خیلی از حکومت و سیستم درمان ناراحت بود. میگفت تبعیض قائل میشوند و همه امکانات را برای خودشان مصرف میکنند. متوجه شدم که گاهی به جای جاده اصلی از جاده فرعی و شوسه عبور میکند. وقتی که علت را پرسیدم برایم تعریف کرد که به خاطر امنیت است و گفت که اخیراً راهزنان به خانواده‌ای تعرض کرده، مردان را کتک زده و زنها را مورد تجاوز قرار داده و اموالشان را برده اند. سپس با افتخار گفت که سارقان به وسیله نیروهای دولت اسلامی دستگیر و به عنوان قطاع الطریق گردن زده شده اند. در مسیر تا چشم کار می‌کرد کبیر بود. گاه به گاه غبار و شن به داخل اتومبیل می‌آمد و ما را مجبور به بستن پنجره‌ها می‌کرد. گرمای هوا طاقت فرسا بود و مرتب تشنه‌مان می‌کرد. محمد عکس فرزندانش را پشت سایبان اتومبیل گذاشته بود و پشت سر هم به آنها نگاه می‌کرد. اما بیش از همه به عکس فرزند از دست رفته‌اش خیره می‌شد. 1-2 بار دیدم که به بهانه‌ای اتومبیل را متوقف کرد و پیاده شد و وقتی که برگشت چشمانش قرمز بود. هر از گاهی برایمان شعر و ترانه می‌خواند. دیروز تو را به خواب دیدم، انگار تکه نباتی بودی. صبح می‌شدی، حل می‌شدی، در دهانم مگر شیرین تر از نباتم یافت می‌شود. دیروز خوابت را دیدم، انگار شاخه‌ای سبز بودی. شعر را با سوز می‌خواند. حرکاتش نشان می‌داد که مردی خانواده دوست است. برای اینکه ذهنش را از اندوهش منحرف سازم، پرسیدم: تا بغداد چند ساعت راه است؟ گفت: جسارتاً قرار نیست شما را تا بغداد ببرم. مأموریت من فقط تا لب مرز است. گفتم: چطور؟ گفت: در عراق من تحت تعقیب هستم و نمیتوانم به آنجا بیایم. قرار است شما را آن سوی مرز التنف
پیاده کنم و از آنجا به بعد با اتومبیل دیگری بروید. گفتم چگونه؟ گفت با اتومبیل‌های سواری که نزدیک اردوگاه ترمینال دارند. گفتم اردوگاه؟ گفت بله، اردوگاه فلسطینیان. و ادامه داد در اینجا اردوگاهی است به نام الوادی که در آن فلسطینیان زندگی می‌کنند و هم آنها اتومبیل‌های کرایه‌ای دارند که شما را به بغداد می‌رسانند. کمی بعد به مرز رسیدیم و با نشان دادن برگه تردد از آخرین گشتی‌های داعشی عبور کردیم و در نزدیکی اردوگاه الوادی از اتومبیل محمد پیاده شدیم. در بین راه محمد برایم توضیح داد که کمپ الوادی تحت حمایت سازمان ملل است و ساکنان آن برای بهبود معاش خود کارهای دیگری مانند ساخت صنایع دستی و فرش بافی انجام می‌دهند و بعضی هم در مزارع اطراف کار کرده و یا با اتومبیل‌های خود مسافرکشی می‌کنند. از محلی که محمد ما را پیاده کرده بود تا محل تجمع اتومبیل‌های کرایه‌ای حدود 1 کیلومتر فاصله بود. کوله‌هایمان بر پشت به سمت محل مورد نظر به راه افتادیم و در آنجا با یکی از راننده‌ها هماهنگ کردیم که نفری $30 از ما بگیرد و ما را به الرمادی برساند. و قبل از حرکت به مسجد رفتیم تا از سرویس بهداشتی و محل نماز استفاده کنیم. کجال به قسمت زنانه مسجد رفت و بعد از برگشتن با هم لقمه نانی را که همان روز در منزل درست کرده بودیم به عنوان نهار خوردیم و سپس به سمت الرمادی به راه افتادیم. جمال مرتب به خاطر بیماری حرکت یا مسافرت حالت تهوع داشت. برای همین به او یک قرص دیمن هیدرینات دادم. در مسیر راننده برایم تعریف کرد که قبل از جنگ زائران مسیحی را به القریتین می برده و جنگ روی کاسبیش تاثیر منفی گذاشته، اما با این حال خوشحال بود چرا که امید داشت با گسترش سیطره خلیفه وضع همه مردم خوب شود. باور نمی کردم چنین سخنانی را از فردی بشنوم که سیبیل و ریشش را از ته تراشیده است و ظاهری اسلامی ندارد. همچنان که می رفتیم اتومبیل قراضه‌مان چند بار جوش آورد و ما را مجبور به توقف کرد و باعث شد که وقتی به الرمادی رسیدیم نزدیک غروب باشد. در الرمادی با موبایلی که فرمانده در اختیارم گذاشته بود با او تماس گرفتم و او هماهنگ کرد که به منزل یکی از دوستانش به نام جابر برویم. منزل جابر در حومه شهر بود و وقتی که به آنجا رسیدیم سر کوچه منتظرمان ایستاده بود و استقبال گرمی از ما به عمل آورد و به منزل راهنماییمان کرد. غروب شده بود. جانمازی خواستم و نماز خواندم. جمال نیز چنین کرد. اندکی بعد با میوه و شیرینی از ما پذیرایی کردند و بعد از آن سفره گستردند و شام مفصلی به ما دادند و بعد از آن در همان اتاق پذیرایی برای من و کجال رخت خواب پهن کردند. جمال هم به اتاق دیگری رفت تا بخوابد. گناه جمال. ساعت به 10 شب نرسیده بود که سکوت در منزل حکم فرما شد. انگار که همه خواب بودند. من هم در رخت خوابی جدا از کجال اما نزدیک به او خفته بودم. تازه چشمانم گرم شده بود که نجوای قرآن را از حیاط شنیدم. صدای جمال بود. برخاستم و از پنجره نگاهی به بیرون انداختم و جمال را دیدم که چشمانش را به آسمان دوخته و دستانش را آنقدر بالا گرفته که زیر بغلش پیدا بود و در همان حالت دعا می‌خواند و گریه می‌کرد. کنجکاو شدم و از در پشتی اتاق بیرون رفتم و وارد حیاط گردیدم. موقع خروج عمدن صدای درب را درآوردم که متوجه حضورم بشود. برگشت و نگاهی به من انداخت و سلام کرد. جوابش را دادم. جلوتر رفتم و دستی بر شانه‌اش زدم و گفتم برای ما هم دعا کن. گفت محتاج به دعا هستم. گفتم تو جوان پاک و معصومی هستی و هنوز به سن تکلیف نرسیده ای که گناهی داشته باشی. گفت ولی من گناهکارم. گفتم چه گناهی؟ میخواست جواب بگوید که اشک در چشمانش نشست و بغض گلویش را فشرد. حرفی نمیزد. دستم را دور شانه‌اش انداختم و از او خواستم که با من در حیاط قدم بزند. حیاط بزرگ بود و درختان زیادی داشت. مسیرمان با مهتاب روشن شده بود. همچنان که از میان درختان پرپشت عبور می‌کردیم، راجع به همه چیز سخن گفتیم. اما نمی‌دانستم که چگونه می‌توانم او را مجبور به سخن گفتن در مورد گناهش کنم. می‌خواستم که از فشار روحیش بکاهم. گفتم می‌دانی که این ستارگان را چه کسی آفریده؟ گفت بله، خدای سبحان. گفتم
میدانی که او ارحم الراحمین است؟ گفت بله. گفتم میدانی که هیچ کس از او به ما نزدیکتر نیست؟ گفت بله. گفتم میدانی که یأس و نومیدی یکی از بزرگترین گناهان کبیره است؟ گفت بله. گفتم پس چرا آنقدر مایوسی؟ اندکی تأمل کرد و گفت چون گناهانم بسیار بزرگ است. گفتم مگر تو چه گناهی کرده ای؟ گفت چه بگویم؟ گفتم بگو، آرامت می کند. گفت گناهی کرده ام که دست خودم نبوده ولی اتفاق افتاده است. گفتم چه گناهی؟ اشک از چشمانش جاری شد و شروع به صحبت کرد. گفت همیشه آرزویم شهادت در راه خدا بوده، اما به خاطر گناهم خداوند مرا به درگاه خود نپذیرفته است، در صورتی که بسیاری از دوستانم شهید شده اند. گفتم شاید خداوند برای تو اینگونه پسندیده که از راه دیگری به او خدمت کنی. گفت اما میدانم که به خاطر گناهم من را از خود رانده است. گفتم چگونه؟ با صدای بغض‌آلودی گفت یک روز که به منزل یکی از دوستان پدرم رفته بودم، در حیاط پشتی چشمم به دختر جوانش افتاد که با لباس زیر لب حوض نشسته بود. بی اختیار با چشمان گناهکار و شهوت‌آلودم بر او چشم دوختم و چند دقیقه بدن برهنه اش را نگریستم و اگر پدرم من را صدا نکرده بود باز هم به این گناه ادامه می‌دادم. در این لحظه اشک به سان سیل از صورت جمال روان بود. لحظه ای درنگ کرد و ادامه داد همان شب او را در خواب برهنه دیدم و محتلم شدم. روز بعد در قرآن خواندم که مسلمان نباید به نامحرم بنگرد و این کار حرام است. از آن زمان از خود متنفر شدم و نمیتوانم خودم را ببخشم. دلم برای این جوان معصوم میسوخت. روح پاک و بی‌آلایشش مرا متأثر کرده و به یاد بچگیم انداخته بود. آن زمان که همه چیز را برای خود گناه میپنداشتم و برای هر گناهی به عبادت و استغاثه پرداخته و زندگی را بر خود سخت کرده بودم. باید به طریقی آرامش میکردم. دستم را روی شانه اش فشار دادم و گفتم آخر تو که هنوز به سن تکلیف نرسیده ای، هرچه که انجام داده ای گناه حساب نمی شود. گفت میدانم که به سن تکلیف نرسیدم، اما انسان پاک باید ذاتش پاک باشد و ذات من چنین نیست. گفتم اما تو که نمیدانستی. گفت چه فرقی می کند؟ گفتم فرق می کند، به علاوه تو بر گناه اصرار نداشتی و آن را تکرار نکردی. گفت ولی من از آن لذت بردم. گفتم چه لذتی؟ گفت این که در خواب محتلم شدم. گفتم احتلام که یک مسئله فیزیولوژیک است. گفت فیزیولوژیک یعنی چه؟ گفتم برای اکثر جوانان چه پسر چه دختر در سن بلوغ اتفاق می افتد و کاملا هم طبیعی است و به آن خواب مرطوب می گویند و این به خاطر هورمون هایی است که در بدن در سن بلوغ ترشح می شود و همان هورمون هاست که موجب بیرون آمدن سیبیل و ریش می گردد. سپس لبخندی زدم و ادامه دادم یعنی تو از داشتن سیبیل و ریش ناراحتی؟ لبخندی زد و گفت سیبیل و ریشی هم که ندارم، ولی نه از آن ناراحت نیستم. گفتم پس از خوابت هم نباید ناراحت باشی. انگار حرفم به دلش نشست. کمی آرام شد. او را در آغوش کشیدم و پیشانیش را بوسیدم و با هم به سمت اتاقهایمان به راه افتادیم. وارد اتاق که شدم دوباره بیخوابی به سرم زد. به فکر صحبت‌های جمال بودم که از آرزویش برای انجام عملیات استشهادی گفته بود. می‌دانستم که این فکر را به راحتی نمی‌توان از ذهن او بیرون کرد. گاه می‌اندیشیدم اگر کسی می‌دانست که هیتلر قرار است میلیون‌ها انسان را به کشتن دهد، آیا اجازه داشت به طریقی به او صدمه بزند و یا او را بکشد؟ گاه در فکرم می آمد که دارویی به جمال بدهم و برای مدتی ناکارش کنم و به بهانه درمان او را از محیطی که در آن قرار دارد دور کنم و ذهنش را متعادل سازم. در این افکار بودم که کم کم خواب به سراغم آمد و مرا در خود غرق کرد. ساعتی بعد با صدای اذان از خواب بیدار شدم. برخاستم و در هوای سرد با آب حوض وضو گرفته و نماز خواندم.
دلم نمیآمد جمال را صدا کنم و خوابش را به هم بریزم. بعد از نماز دوباره به رخت خواب برگشتم و خوابیدم. ساعت 7 صبح با شنیدن صدای همهمه صاحبخانه و فرزندانش در سالن از خواب بیدار شدم و کژال را صدا کردم تا به سفره صبحانه بپیوندیم. موقع صبحانه جمال را دیدم که قیافه اش در هم است. علت را پرسیدم. گفت نمازم قضا شد. فهمیدم که دوباره می‌خواهد شروع به نق زدن کند. گفتم چه اشکالی دارد؟ گفت نباید نمازم قضا میشد. گفتم میدانی که پیامبر هم 2 بار نمازش قضا شد؟ گفت نه. گفتم بله، 1 بار در جنگ و 1 بار هم به خاطر خستگی و خواب. بعد از این صحبت کمی راحت شد و دیگر بابت نماز صبحش شکوه نکرد. بعد از صبحانه جابر گفت که با راننده‌ای برای رساندن ما به بغداد هماهنگ کرده است. از او تشکر کردم و وسایل خود و کژال را آماده کرده و با جمال و راننده عازم بغداد شدیم. نام راننده عباد بود و حدود 60 سال داشت. از صحبت‌هایش معلوم بود که بسیار مذهبی است و می‌گفت که پیامبر فرموده در دوره آخرالزمان از 70 شعبه ملت من فقط 1 با ایمان می‌ماند و بقیه کافر خواهند شد. و نیز معتقد بود که این شعبه با ایمان همان مجاهدانی هستند که با خلیفه بیعت کرده اند. نزدیک ظهر بود که به حومه بغداد رسیدیم. عبور انبوه نظامیان و وسایلشان ترافیک را آهسته کرده بود. 1-2 ساعت زمان برد که وارد شهر شویم و به آدرس مورد نظر برسیم. عباد اتومبیل را در گوشه‌ای پارک کرد و کوله‌های ما را بر دوش گرفت و ما را به عمارت بزرگی رساند که از بیرون داخل آن دیده نمی‌شد. بر سر دیوارهای بلندی که آن را احاطه کرده بود میله‌های تیز گذاشته بودند. با آفتاب نور خورشید نشان می‌داد که بر لبه‌های دیوارها قطعات شیشه در سیمان جاسازی شده است. عباد چند بار زنگ را فشار داد. فردی از پشت آیفون خواست که همه ما را ببیند. سپس درب کوچکی باز شد و وارد محوطه کوچک محصوری شدیم که از بقیه حیاط جدا بود. دور محوطه را کیسه شنی گذاشته بودند. مرد و زنی محجبه در آنجا منتظر ما بودند. کژال پشت پرده رفت تا توسط آن زن بازرسی بدنی شود. ما هم توسط آن مرد مورد تفتیش قرار گرفتیم و سپس از در پشتی محوطه محصور وارد حیاط شدیم. ابعاد حیاط حدوداً 40 در 50 متر بود و درختان نخل و چنار و نارنج و پرتقال با وجودی که خود را در حصار سیم‌های خاردار و دیوارهای بلند می‌دیدند، چیزی از شأن خود نکاسته بودند و با غرور خودنمایی می‌کردند. کمی جلوتر نگهبانی که با کلت کمری ساختمان اصلی را محافظت می‌کرد به محض رؤیت ما درب را باز کرد و ما را به داخل راهنمایی نمود. در سرسرای اصلی مردی 4 شانه با ریشی بلند و سیبیلی از ته تراشیده به استقبالمان آمد و سلام کرد. طالب بود، دایی جمال. طالب دشداشه عربی پوشیده بود و عرقچینی بر سر داشت. نگهبان به محض دیدن او پاهایش را به هم کوبید و سلام نظامی داد. طالب جمال را در آغوش گرفت و پیشانیش را بوسید و سپس با من مصاحفه و معانقه کرد. منزل بزرگ و مرتب بود و قسمت‌های مختلفی داشت. در قسمتی که حالت پذیرایی داشت، مبل‌های مجلل به چشم می‌خورد و لوسترهای زیبایی از سقف آویزان بود. در قسمتی دیگر فضایی بود که ظاهراً به عنوان نمازخانه از آن استفاده می‌شد. در جای جای دیوار آیات قرآنی نوشته بر پوست و احتمالاً پوست آهو آویزان بود و تمام کف سالن را با فرش دستباف پوشانده بودند. به دعوت طالب با او به قسمت پذیرایی رفتیم و مشغول صحبت شدیم. خدمتکارش که جوانی خوش‌سیما بود برایمان چای و شیرینی آورد و کمی بعد ما را به اتاقمان راهنمایی کرد. جمال نزد دایی‌اش در همان پذیرایی ماند. اتاق من و کژال 1 سویت کامل بود و همه چیز داشت. وارد که شدیم بلافاصله دست و روی خود را شستیم و از بین مواد غذایی که در یخچال بود نان و پنیر را انتخاب کرده و لقمه‌ای خوردیم. نیم ساعت بعد تلفنی که روی میز بود به صدا درآمد و از ما خواستند که برای نهار پایین برویم. نهار مفصلی با طالب و جمال خوردیم. سپس با کژال به اتاق برگشتیم تا کمبود خوابمان را جبران کنیم، ولی قبل از آن به حمام رفتیم و خوش گذراندیم و بعد در کنار یکدیگر روی تختی 2 نفره آرمیدیم. تختی نرم و عالی با تشک آبی که مدتها آرزوی خوابیدن روی آن را داشتم. غروب آفتاب با صدای اذانی که در منزل بلند شد از خواب بیدار شدم. باید خود را به نماز می‌رساندم، اما
جنوب بودم و برای دوش گرفتن فرصت کافی نداشتم. بلافاصله فرش را کنار زدم و با سنگ فرش کف اتاق تیمم کردم و خود را به جمع رساندم. طالب پیش نماز ایستاده بود و حدود 10 نفر به او اقتدا می‌کردند. بعد از نماز جمال شروع به خواندن قرآن کرد. صدای او همه را تحت تأثیر قرار داده و به واکنش واداشته بود. همه احسنت می‌گفتند. بعد از خواندن قرآن، طالب همه را به سمت سفره‌ای دعوت کرد که خدمتکارانش در گوشه‌ای از سالن روی زمین انداخته و انواع غذا را روی آن چیده بودند. سینی بزرگی از انواع غذا را برای کژال به اتاقمان بردند. یکی از خدمتکاران لگن برنزی را زیر دست تک تک مهمانان می‌گذاشت و دست راستشان را با آفتابه‌ای نقره‌ای می‌شست. قبل از همه دست من را شستند. معلوم بود که تکریمم کرده اند و معلوم بود که باید طبق رسم قبایل اینجا با دست راست غذا بخوریم. قبل از شروع غذا طالب دعایی خواند و بعد از غذا هم وقتی که آخرین نفر خودش را از سفره عقب کشید، جمال دعای شکر را قرائت نمود. سپس خدمتکاران دوباره دستهایمان را شستند و حوله‌ای جهت خشک کردن در اختیارمان گذاشتند. کمی بعد همه مهمانان پراکنده شدند و من ماندم و طالب که کنار یکدیگر نشسته بودیم. گفت: همشیره‌ام جریان را به من گفته. میخواستم بدانم که در حال حاضر وضعیت جمال به چه گونه است. گفتم به نظر می آید بیماری مهمی است، اما جای نگرانی ندارد و لازم است برای اینکه بتوانم جواب دقیق‌تری به شما بدهم جمال چند آزمایش بدهد. طالب: ممنونم از رکگویی‌تان، اما اگر موردی است دوست دارم همین الان از آن مطلع شوم. گفتم نه، خیالتان راحت باشد، من به شما کم و زیاد نمیگویم. طالب: ممنونم و مطمئنم که در دست پزشک حاذقی چون شما مراحل درمان به خوبی پیش خواهد رفت. گفتم بسیار محبت دارید، من در خدمتگزاری حاضرم. طالب: هماهنگ می‌کنم که فردا صبح به آزمایشگاه معتبری بروید. گفتم بسیار عالی. کمی بعد اجازه خواستم و به اتاقم رفتم. تا وقت نماز عشا فرصت داشتم که با کژال باشم. دلم سیگار می‌خواست اما امکان پذیر نبود. پنجره رو باز کردم و نگاهی به بیرون انداختم و طالب را دیدم که در حیاط قدم می‌زند، انگار از چیزی نگران بود. ساعتی بعد نماز عشا را فقط با حاضرین در ساختمان خواندیم. صبح روز بعد با رانندگی طالب راهی آزمایشگاه شدیم. او هم مانند بقیه افرادی که در منزل رفت آمد داشتند، اسلحه کمری حمل می‌کرد. در آزمایشگاه چندین تست خون و ادرار برای جمال انجام دادیم. قبل از گرفتن خون از جمال، مخفیانه سرنگ او را با هپارین آغشته کردم و نیز سر انگشت خودم را با سوزنی زخمی کردم و قطره‌ای خون در ظرف ادرار آزمایش او انداختم. و علاوه به خاطر به تأخیر انداختن جواب، چندین آزمایش تکمیلی درخواست نمودم. در روزهای بعدی شاهد رفت و آمد افراد جدید در منزل طالب بودم. می آمدند و در جلساتی شرکت می کردند و نماز جماعت می خواندند و می رفتند. گاهی تعداد حضار در نماز به بیش از 20 نفر می رسید و بعد از نماز قرآن خوانده می شد. یکی دو بار هم نوبت به من رسید و در هر 2 بار به صورت ترتیل قرآن را خواندم. قرآن خواندنم را دوست داشتند و بعد از آن تحسینم می کردند. بعد از یکی از همین جلسات ترتیل بود که طالب قول پیدا کردن خانواده کژال را به من داد و من بلافاصله کژال را در جریان گذاشتم و به او گفتم که طالب چقدر از مسلمان شدن او خوشحال شده است. گفت من به اسلامی که تو به آن اعتقاد داری اعتقاد دارم و نه اسلام آنان. صحبتش محکم و گیرا بود و خوشحالم می کرد، ولی خدا می کردم که در جلوی جمع آن را نگوید. سرگذشت طالب. در روزهای بعدی با طالب صمیمیتر شدم و از او راجع به سلام نظامی نگهبان پرسیدم. گفت دکتر جان، سوالتان جوابی طولانی دارد. گفتم سر و پا گوشم. گفت دکتر جان، من ژنرال گارد ریاست جمهوری بودم. گفتم چه جالب، چه شد که گارد را انتخاب کردید؟ لحظه‌ای سکوت کرد و سپس گفت وقتی که بچه بودم پدرم در جنگ قبیله‌ای کشته شد و ما منبع درآمدمان را از دست دادیم. روزگار سختی بود به حدی که مادرم مجبور شد کلفتی مردم را بکند و با پول آن 4 فرزند یتیمش را بزرگ نماید.
در واقع هرگز غذای درستی گیرمان نمی آمد. بهترین خوراکمان نان و تخم مرغ بود. اوضاع به حدی خراب بود که حتی توان خرید روغن را هم نداشتیم و مادرم استخوان‌های بلا مصرف گاو را از قصابی‌ها می‌گرفت و در دیگی می‌جوشاند و روغنی را که از آن به دست می‌آمد برای طبخ استفاده می‌کرد. آبگوشتی را هم که می‌ماند تلیت می‌کردیم و به خورد ما می‌داد. نان خشک تلیت را هم از مردم مجانی می‌گرفتیم. ولی اغلب گرسنه می‌خوابیدیم. اولین بار در زمان خدمت سربازی بود که فهمیدم با شکم سیر خوابیدن چه احساسی دارد و در همان سربازی بود که به خاطر هیکل درشت و ورزیده‌ام برای گارد ریاست جمهوری عراق انتخاب شدم و توانستم با تلاش شبانه روزی دانشکده افسری را با نمرات عالی به اتمام برسانم. لحظه فارغ التحصیلیم انگار که دنیا را به من داده بودند و دیگر هیچ چیز از خدا نمی‌خواستم. گارد از خانواده های ما حمایت می کرد. دیگر در فقر نبودیم. به علاوه در آنجا به ما عشق به وطن را یاد می دادند و می آموختند که چگونه باید برای استعلای کشورمان تلاش کنیم. گفتم شنیده بودم که در گارد ذهن سربازان و افسران را می شویند. طالب: نه، اصلا چنین نیست، بلکه گارد به ما هدف میداد و در واقع ما در گارد به 3 چیز عشق می‌ورزیدیم: عشق به وطن و سرافرازی کشورمان، عشق به صدام و عشق به خانواده. گفتم شنیدم که همه افسران و سربازان گارد از ایران متنفر بودند. گفت بله. گفتم چرا؟ گفت به خاطر تحقیری که ارتش عراق از جانب ارتش ایران متحمل شده بود. گفتم چطور؟ گفت در سال 1974 به خاطر بی‌عرضگی حسن البکر ارتش عراق از ارتش ایران شکست خورد و عراق مجبور به پذیرش شرایط ایران گردید. وقتی که طالب راجع به آن جنگ صحبت می‌کرد به یاد سخنان مادرم می‌افتادم که می‌گفت بعد از پیروزی ارتش ایران مردم به خیابان‌ها ریخته و با شادی این شعر را می‌خواندند که حسن البکر دیوانه شط العرب مال ایرانه. گفتم یعنی شما هم از ایران تنفر دارید؟ گفت من هم از ارتش ایران متنفرم، چرا که برادرم توسط آنان شهید شد. گفتم یعنی شما موافق حمله صدام به ایران بودید؟ گفت بله، به دلیل اینکه اگر ما حمله نمی کردیم ایران حمله می کرد، چرا که خمینی از مردم و ارتش عراق خواسته بود که علیه صدام بشورند و نیز گفته بود که ما انقلابمان را به تمام دنیا صادر خواهیم کرد. به علاوه نیروهای طرفدار ایران چندین عملیات تروریستی و خرابکاری در عراق انجام دادند. صدام می‌دانست که اگر به ایران حمله نکند به زودی مورد حمله مستقیم یا غیر مستقیم ایران قرار می‌گیرد. بنابراین حمایت کشورهای منطقه را هم که از صدور انقلاب ایران می‌ترسیدند به دست آورد و به ایران حمله کرد. گفتم ولی موفق نشد. گفت بله، صدام تصور می‌کرد که چون ارتش ایران به خاطر تسویه و کشتار افسران ضعیف شده به راحتی می‌تواند آن را شکست دهد. گفتم دقیقاً همان اشتباهی که هیتلر در حمله به شوروی مرتکب شد. گفت بله، ولی شهید صدام می‌خواست پیش‌دستی کرده باشد، دقیقاً مانند اسرائیل که با پیش‌دستی چند ساعته در جنگ‌های 6 روزه توانست کشورهای عرب را شکست دهد. گفتم می‌بینم که صدام را شهید می‌دانید. گفت بله، چون شهید بود. گفتم چطور؟ گفت چون صدام فردی وطن پرست بود و تا وقتی که بر صندلی قدرت نشسته بود عراق امنیت داشت و مردم آسایش بیشتری نسبت به زمان فعلی داشتند. گفتم به نظر من اشتباه بعدی صدام حمله به کویت بود. گفت بله، ولی برای حمله به کویت از آمریکا چراغ سبز گرفته بود. گفتم ولی آن کار درست نبود. گفت صدام معتقد بود که به خاطر کویت و عربستان به جنگ با ایران رفته، ولی کویت اکنون با مانع تراشی برای بالا رفتن قیمت نفت از پشت به او خنجر زده، چرا که برای بازسازی کشور به بالا رفتن قیمت نفت نیازمند بود. گفتم ولی کسانی که از این اوضاع سود بردند آمریکا و اسرائیل بودند. گفت چطور؟
گفتم اول اینکه قیمت نفت بالا رفت و سرمایه‌ها به سوی نفت ماسی آمریکا روان شد و نیز با نابودی ارتش عراق چهارمین نیروی نظامی دنیا و ارتشی که میتوانست برای اسرائیل خطرآفرین باشد از بین رفت. طالب: بله، حرف شما را قبول دارم و فکر می‌کنم که آمریکا نقشه‌های بزرگتری برای عراق داشته و حتی اینکه بعد از حمله نظامی آمریکا به عراق حکومت کشور را پارلمانی کرد و قدرت را به دست شیعیان داد از روی حساب بوده است. گفتم چطور؟ گفت آمریکا می‌دانست که شیعیان در اکثریت هستند و نیز می‌دانست که دولت مردان شیعه از ایران حرف شنوی دارند. گفتم یعنی معتقدی که در جهت منافع ایران حرکت می‌کنند؟ گفت بله، و اگر چنین نبود دولت مردان عراق تظاهرات مسالمت‌آمیز اهل سنت را به گلوله نمی‌بستند. در سوریه هم همینطور شد و جنگ‌های فعلی به خاطر حماقت مسئولین این دو کشور است و اگر آنها به خواسته‌های مردم وقعی نهاده بودند جنگ داخلی شروع نمی‌شد. مردم به دنبال عدالت و مساوات بودند ولی با برخورد خشن مواجه شدند و آن موقع بود که دست به اسلحه بردند. در ادامه صحبت‌هایش برایم گفت که چگونه وقتی تازه ژنرال شده به خاطر اشغال کشور توسط آمریکا گارد ریاست جمهوری منحل گردیده و بعد داستان بازگشت به کارش را برایم تعریف کرد. گفت چند ماه بعد از انحلال گارد ریاست جمهوری وقتی که پیام شروع کار مجدد را دریافت کردم از خوشحالی در پوست خود نمی گنجیدم. به سرعت به سراغ لباسهای ارتشیم رفتم و آن را آماده کرده و صبح اول وقت آن را پوشیدم و به ساختمان گارد رفتم. اما دیدم که دیگر خبری از دیسیپلین قبلی نیست و حتی نگهبان درجه‌ام را نمی‌شناسد و یا اگر می‌شناسد برای آن احترامی قائل نیست. من هرگز در دوره صدام بدون اسلحه کمری بیرون نرفتم و هرگز در نگهبانی ساختمان گارد مورد تفتیش قرار نگرفتم. ولی این بار با وجود اینکه اسلحه‌ای با خود نبرده بودم توسط نگهبان بازرسی کامل بدنی شدم و بعد از آن بود که اجازه یافتم وارد شوم و به سالنی که در آن افسران جمع شده بودند بروم و دوستان را ببینم. دوستانی که اغلب از افسران زیر دستم بودند و به امیدی به آنجا آمده بودند. همه به صف ایستادیم و منتظر ورود فرمانده جدیدمان شدیم. چند دقیقه بعد فرمانده جدید وارد شد و او کسی نبود به جز سرگرد ادریس الفاطمی که او را خودم به جرم لواط با سربازان زیر دستش در دوره صدام به زندان انداخته بودم. گفتم چطور؟ یعنی آزاد شده بود؟ گفت بله و ادعا کرده بود که به خاطر مخالفت با صدام به زندان رفته و چون تمام اسناد گارد را هم سوزانده بودند هیچ مدرکی علیه او وجود نداشت. و هر حال در آن روز ادریس الفاطمی روبرویم ایستاد و در چشمانم نگریست و لبخند تلخی زد و گفت تو اینجا چه کار میکنی؟ جوابی ندادم اما او دست بردار نبود. بلافاصله دستش را به شانه‌ام برد و سردوشی‌هایم را کند و به زمین انداخت و دوباره گفت اگر می‌خواهی اینجا بمانی می‌توانی به عنوان یک ستوان به خدمت مشغول شوی، آن هم اگر بتوانی مدارکت را ارائه کنی. در غیر این صورت باید به عنوان سرباز صفر نگهبان دم در شوی. مشتم را گره کرده بودم که به صورتش بزنم اما جلوی خودم را گرفتم. نمی‌خواستم من را به دادگاه نظامی بکشاند. بدون آنکه کلامی بر زبان بیاورم جلو رفتم و درجه‌هایم را از روی زمین برداشته و بلافاصله از ساختمان خارج شدم. اشک در چشمان طالب نشسته بود و بغض گلویش را می‌فشرد. به سختی صحبت می‌کرد. گفت فکرش را بکنید دکتر. اگرچه من در قسمت اداری کار می‌کردم ولی از لحاظ درجه فرمانده 1000 نفر بودم. حالا میبایست به عنوان یک سرباز صفر خدمت کنم. آیا چیزی از این تحقیرآمیز در وجود دارد؟ آیا شکنجه‌ای از این بالاتر وجود دارد که جلوی چشم زیردستانت سردوشیت را بکنند؟ جوابی نداشتم. طالب برخاست و شروع به قدم زدن کرد و گفت دکتر جان می‌دانید زمانی که در اواخر قرن 19 یک افسر یهودی ارتش فرانسه به نام دریفوس را به اتهام جاسوسی خلع درجه و خلع لباس کردند، تمام اروپا به صدا درآمد و حتی امیل زولا برایش کتاب نوشت. گفتم نه نمیدانستم. گفت ما را تحقیر کردند و هیچ کس هم صدایش در نیامد. سپس ادامه داد
این کار را نه فقط با من بلکه با بسیاری از افسران عالی رتبه ارتش بس هم انجام دادند و اغلب آنان اکنون در مشاغل غیر مرتبط و سطح پایین به کار مشغولند و همین برایشان عقده‌ای شده که از نظام متنفر باشند و بخواهند که آن را ورانداخته و به عزت و عظمت قبلی خود برگردند. پرسیدم: راستی چگونه امرار معاش می‌کنید؟ حتما بازنشستگی می‌گیرید؟ طالب با لبخندی مصنوعی گفت: نه حقوقی به ما دادند و نه حق بازنشستگی. در واقع به هیچ کدام از افسران ارشد هیچ چیز ندادند و افسران غیر ارشد هم اگر در سال 2003 تظاهرات نکرده و 3 کشته نداده بودند حقوق بازنشستگی نمی گرفتند. حالا مگر چقدر به آنها می دهند؟ ماهی $70. دوباره نیشخندی زد و گفت: خنده‌دار نیست دکتر، ماهی $70. سپس چند لحظه ای ساکت شد و بعد ادامه داد: همین بی احترامی ها بود که وقتی داعش علیه حکومت مرکزی اعلام جنگ کرد همه زیر پرچمش ایستادند. گفتم: چرا داعش؟ گفت: هیچ گروهی بیش از داعش در دل مردم جایی ندارد، چون حرف از اسلام ناب محمدی میزند و مردم را به زندگی با عزت و یا شهادت دعوت میکند. چه چیز در دنیا میتواند بالاتر از شهادت برای خدا و میهن و قبر اجدادمان باشد؟ در ادامه صحبت‌هایمان فهمیدم که طالب در دوران افسریش کارهای تجاری می‌کرده و فردی متمول است و بیشتر نگرانی‌اش همقطارانش هستند. همسر طالب هم از خانواده‌ای ثروتمند بوده و چند سال پیش به خاطر سرطان فوت شده و فرزندانش نیز در اروپا زندگی می‌کنند. بعد از آن بحث بلافاصله راجع به بیماری جمال صحبت کردیم و همان موقع بود که نگهبان آمد و در گوش طالب زمزمه‌ای کرد. بلافاصله طالب با لبخندی بر لب رو به من کرد و گفت که آدرسی از فردی پیدا کرده که خانواده کژال را میشناسد. خوشحال شدم و بی‌معطلی به اتاقم رفتم و به کژال خبر دادم. بخش آخر: عرش الهی، د امپریان. خانواده کژال. عصر همان روز برای ملاقات فردی که طالب گفته بود از منزل خارج شدیم، ولی این بار نه از راه اصلی بلکه با عبور از تونلی طویل که زیرزمین خانه را به فضای پشتی مغازه‌ای وصل می‌کرد. طالب و جمال هم همراه من و کژال آمدند. اتومبیلمان برخلاف بقیه اتومبیل‌های طالب کهنه و قدیمی بود. طالب جلو نشست، جمال در صندلی عقب پشت سر راننده، من وسط و کژال در کنار پنجره پشت سر طالب. در مسیر طالب قسمت‌های مختلف شهر را به جمال نشان می‌داد، انگار رمزی بین چشم‌هایشان رد و بدل می‌شد، رمزی که معنی آن را نمی‌فهمیدم. کمی بعد به محله‌ای رسیدیم در حومه شهر، جایی که خانه‌های کوچک و قدیمی در کوچه‌های تنگ منتظر ما بودند. با راهنمایی راننده من و کژال به منزل مورد نظر رفتیم. طالب و جمال در اتومبیل ماندند. راننده پس از معرفی ما به پیرمرد نحیفی که جلوی درب ایستاده بود، خداحافظی کرد و گفت که بعد از 2 ساعت به دنبالمان خواهد آمد. با راهنمایی پیرمرد وارد حیاط شدیم. دور تا دور حیاط اتاق‌هایی وجود داشت که در هر کدام خانواده‌ای زندگی می‌کرد. در گوشه و کنار حیاط خرت و پرت‌های مستاجرین دیده می‌شد. به اتاقی رفتیم که در آستانه در آن پیرزنی منتظر ایستاده بود. پیرزن به محض رؤیت کژال او را در آغوش گرفت و بوسید، انگار او را می‌شناخت. در اتاق پسر بچه‌ای حدود 10 ساله با اسباب بازی‌هایش بازی می‌کرد، انگار که معلولیت ذهنی داشت. کنار پیرزن و پیرمرد نشستیم. برایمان چای آوردند و با کژال به زبان کردی صحبت کردند. اشک در چشمان کژال جمع شده بود. ساعتی بعد راننده درب حیاط را به صدا درآورد. رخصت گرفتیم و از منزل خارج شدیم. کژال برایم گفت که خانواده‌اش اسیر نشدند و توانستند خود را به دوحک برسانند، ولی چند تن از اقوامش کشته یا اسیر گردیده‌اند و پسر و عروس پیرزن هم جزء اسرا هستند. در چند روز بعدی کم کم آماده رفتن به دوحک شدیم. در این مدت جواب آزمایش جمال را هم گرفتم و توضیحاتی ساده و قانع کننده به طالب و جمال دادم و چند قرص و آمپول ویتامین هم برای جمال تجویز کردم و از او خواستم که تا چند ماه از فعالیت‌های شدید بدنی اجتناب کند. صبح یک روز با اتومبیلی کرایه‌ای به سمت کرکوک به راه افتادیم و از آنجا به دوحک رفتیم.
مسافرتمان 2 روز طول کشید و حوالی ظهر روز سوم خانواده کژال را در کمپی اطراف دوهوک یافتیم، اما از خواهرش خبری نبود. خانواده کژال استقبال گرمی از ما کردند و همان روز با کژال برای زیارت مقبره شیخ عدی در لالش رفتیم، اما کژال به خاطر عادت ماهیانه اش وارد مقبره نشد و فقط از بیرون سلامی فرستاد. در همان روزها چند بار اخویم تماس گرفتم و به او گفتم که به زودی به ایران باز می‌گردم، اما در آخرین تماس به من فهماند که نباید آفتابی شوم و گفت که در بغداد پرونده‌ای به جرم همکاری با داعش برایم درست شده و نیز به من اطلاع داد که باید با وکیلی در بغداد صحبت کنم. کژال را نزد خانواده‌اش گذاشتم و تنها به بغداد رفتم و وکیلی را که اخویم گفته بود پیدا کردم و او به من گفت که بهتر است فعلا خودم را نشان ندهم، چرا که هیچ مدرکی به نفع من وجود ندارد. در زمان حضورم در بغداد فهمیدم که پسر جوانی بمبی انتحاری را در یکی از مراکز اصلی شهر منفجر کرده. نگران شدم. فکر کردم که باید کار جمال باشد، اگرچه هرگز این امر برایم مسجل نشد. در روزهای بعدی به طور غیرقانونی همراه با زائرین کربلا که به ایران باز می‌گشتند وارد ایران شدم و خود را از انظار پنهان نمودم. پایان. جنگجویان جهادی و کمدی الهی، جهادی فایترز اند دیواین کمدی. نویسنده کوروش ب. انتشارات آوای بوف، دانمارک 2020. سال انتشار 1399 شمسی. ویراستاران ژوان میم، لیلا امیر علی فراز. طرح جلد ژوان میم. راوی نسیم. ویرایش و بازبینی قاسم قرداغی. تاریخ اجرا اسفند ماه 1399. تعداد صفحات 556 صفحه. موضوع رمان، تاریخ، سیاسی، ممنوعه. تولید و پخش فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. آوای بوف یک گروه مردم نهاد است که توسط عده‌ای علاقه‌مند به کتاب با دغدغه ارتقای فرهنگ کتاب و کتابخوانی و استحکام بستر خرد اجتماعی تشکیل شده و تاکنون تولید هزاران کتاب ممنوعه را در کارنامه خود دارد. با توجه به اینکه این گروه وابسته به هیچ سازمان و ارگانی نیست و تمامی فعالیت‌ها به صورت رایگان انجام می‌شود، لطفاً اگر در این رابطه احساس مسئولیت دارید، در معرفی ما به دیگران سهیم باشید. avayaboof.com